رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، ما و شما در 12 روزی ماه مبارک رمضان قرار داریم و می توانیم بگیم دهه دوم و دهه اولی ما و شما از ما سپری گشت و تنها خود ما و شما می توانیم بفهمیم که در این دهه اولی که از ما و شما سپری گشت چی کارهای را ما و شما انجام دادیم که اون به منفعت ما بود یا اون به ضرر ما بود یا اون برای ما و شما منفعت در نامه اعمال ما و شما مثبت گردانید. امروز واقعا هم برنامه‌ای که می‌خواهیم تقدیم نماییم آن هم در مورد کی مردم را به هم بدگمان کرد. واقعا یک فاسق و یک فاسد و یک خبرکش و یک شخصی که می‌خواهد میان جامعه فاسد و فسادت را جایگزین یا اینکه انتشار نماید، این واقعا هم همان وسواس خناس و شیطان‌های انسی که میان جامعه می‌گردند، گشت و گذار می‌کنند، تنفس می‌کشند و از غذای ما و شما تناول می نمایند، با ما سلام می کنند، با ما خود را دوست معرفی می کنند، هزارها سخنان چاپلوسانه حتی در روبروی انسان می گویند، اما در ضمیر و طینت آنها یک غریزه پلید و مفسده که برای فاسد کردن جامعه روانه کرده شده است و گاها بعضی از افراد طینتاً و شخصیتاً خداوند آنها را با آن طینتی پلید و کثیفی خبرکشی و فسادت گذاشته است تا اینکه وسواس خناس یا من الجنة و الناس، انسان‌هایی که اصلاً وظیفه آنها چنین عمل‌های کثافت است. واقعاً هم پس از حمد و ثنای خدا و درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا، میخواهم به تمام ملت و مردم در قضیه‌ای که واقعا هم خیلی مهم است، ولی آن چیزی که امروز ما در باره آن صحبت میکنیم درباره یک درد پنهان این ملت و مردم است، ولی واقعا هم این درد کشنده است. این درد نان نیست، این درد بنانی نیست، این درد قیمت بازار نیست، این درد حتی زندان و شکنجه هم نیست. خوب دقت کنید به درک مسئله. بنانی نیست، قیمتی بازار نیست، بیکاری نیست، حتی درد زندان و شکنجه زندان هم نیست. این درد شکستن اعتماد میان مردم است. وقتی که یک انسان باوری را از دست میدهد، وقتی که هر یک کدام شما در طول حیاتی که دارید، نوابسته از آن که تو 20 ساله هستی، تو 50 ساله هستی، تو میان عمر 40 ساله هستی، ولی وقتی اعتماد را میان افرادی که با آنها زندگانی میکنی از دست میدهی، یا تو اعتماد را از دست میدهی یا آنهایی که با تو زندگانی میکنند و کار و فعالیت میکنند باوری را از دست میدهند. یعنی تو دیگر آنها را باور نداری. چرا؟ یک بار کیدت کرد، یک بار دروغ گفت، یک بار فریب کرد، یک بار کار کرد و وعده کرد آن را انجام نداد و سخن گفتی آن را در جاهای دیگر شنیدی. این از دست دادن اعتماد است. گاه انسان میتواند اعتمادش را میان خانواده خودش از دست دهد، یعنی خانواده اش نزد او اعتماد ندارند. چرا؟ چون باوری نیستند. میتواند اون همسرش باشد، میتواند فرزندش باشد، میتواند نزدیکترین افراد از عائله اش باشد. این درد خیلی درد وزمین است و این درد است که واقعا هم تمام بزرگان این امت و این ملت از بیگانگان، از آنانی که بر علیه او در مقابلش خنجر گرفته و سلاح گرفته و در صدد کشتن و نابود کردن اون هستند، آن چیزی که از داخل اعتماد را انسان از دست داد، این واقعا هم خیلی دردی وزمین است. و اون خاطر است که میگم این قیمتی بازار نیست، بیکاری نیست، این درد حتی زندان نیست،
این دردی است که انسان آزاد است، میتواند هر کجا برود اما اعتماد به کسی ندارد. این بدترین مرحله زندگانی یک انسان آزاده است. چرا؟ چون که دیگر نمیتواند سخنش را در نزد کسی بگوید. وقتی برادر از برادر میترسد، وقتی همسایه از همسایه میترسد، وقتی که پدر و فرزند میگوید احتیاط کن، هر کس را باور مکن. چرا؟ چون پدر که عمر بیشتر از فرزند دیده است با فرزندش نصیحت میکند، نمیخواهد که فرزندش در گیری بعضی از کفتارها و بعضی از افراد و اشخاصی که اونها میخواهند سوی استفاده از اعتماد و باوری پسر اون مرد کنند. این حالت خود به خود به وجود نمی آید. بیننده گرامی، این نتیجه سیاست است که ترس را به یک ابزار، به یک وضعیت، به یک حالت تبدیل داده است و یکی از وسیله های آن چی است؟ این بوزی هست. بله بیننده گرامی، دقیق و درست فهمیده ای، آن بوزی هست. بوزی، خبرکشی. میخواهیم در این زمینه، در این ماه مبارک رمضان، همه آنچه میگوییم با دلایل از قرآن کریم، کتاب مقدس ما مسلمان ها، برای ملت و امت و آنانی که میتوانند درک این مسئله را بفهمند برایشان بازگو نماییم تا اینکه کمی جامعه را با فکر کردن وادار نماید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حجرات برای تمام امت اسلام با صراحت و آشکارا و بدون پرده بازگو می نماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیار از گمانها پرهیز کنید، زیرا بعضی گمانها گناه است، و جاسوسی نکنید و یکدیگر را غیبت نکنید. آیا کسی که شما دوست می‌دارید یگان نفری از شما هست؟ ایحب احدکم، آیا یگان نفری از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ شما از آن نفرت دارید، نمیخواهید. شما بد می‌بینید که گوشت برادر مرده اتون را بخورید و از خدا بترسید، همانا الله توبه پذیر و مهربان است. این آیت متبرکه سه مسئله را برای ما و شما بازگو می نماید. اولین بدگمانی، و دوم جاسوسی و ریختن، سوم آن چیزی که ما و شما باید بدانیم، ریختن آب روی دیگران. بله، این سه مسئله در این آیت تجسم یافته است که واقعیت حال و آن چیزی که امروز در جامعه ما وجود دارد دقیقاً می گفته باشی الله سبحانه و تعالی 1400 سال قبل برای ملت تاجیک این آیت را گفته است تا اینکه تاجیک بفهمد. اگرچند مقصود آیات قرآنی برای تمام امت است، برای تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم از روز بعثت محمد تا روز قیامت است، چون قرآن کتاب جاودانی است. ولی آنچه که در این آیت متبرکه آمده است واقعا برای می گفته باشی انا همین روزگار امروزی ما و شماست. بدگمانی میان جامعه هست، بله، گمانی بد داریم به یکدیگر، جاسوسی میکنیم میان یکدیگر، ریختن آب روی دیگران برای ملت و مردم تاجیک شده است یک چیزی خیلی ارزان و یک کالای ارزانه که هر روز ها از آن استفاده میبریم. امروز وقت جوان را تنها برای یک لایک، تنها برای شنیدن یک موعظه، تنها برای یک فکر زیر نظارت میگیرند. این چیست اگر تجسس نیست؟ وقت شخص بر دروغ معلومات میدهد تا دیگری را به مشکل اندازد، این چیست اگر گناه آشکار نیست؟ کم میان خود و پیش خود فکر نمایید. الله سبحانه و تعالی چنان گفت ولا تجسسوا، جاسوسی نکنید. این فرمان مستقیم خداست. این خطاب آشکارا به آن بزهاست، این خطاب آشکارا به آن رئیسان جماعت،
این خطاب آشکار با آن افرادی که میان جامعه تجسس و بوزی میکنند و با مقامات داخل دار خبری یک خبر را گرفته 10 تا دروغ دیگر علاوه کرده به خاطر خانه سلات کردن یک شهروند است. آیا این سخن الله برای تو و برای آنی که تجسس میان جامعه میکند نیست؟ پس اگر تو ایمان داری به این کتاب جاودانی، پس بفهم که جاسوسی تو در نزد خداوند گناه است نابخشودنی. در مسئله دیگری که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما واقعا هم خیلی جالب گفته است، خیلی چیزی که فعلا ما جامعه ما نیاز به آن دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این سوره متبرکه مائده می فرماید برای ما در نیکی کردن و تعاونوا علی البر والتقوى، شما کمک کنید در نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید، ولی در گناه و تجاوز همکاری نکنید، از اندازه گذاری همکاری نکنید و از خدا بترسید که همانا الله سخت جزا میدهد، شدید العقاب، سخت عذاب میدهد. یعنی کمک کردن در کارهای بر و تقوا وظیفه هر یک مسلمان است، وظیفه هر یک شهروند است که کارهای خیر و خوبه باید که در بر و تقوا انسان به یکدیگر کمک کننده باشد. در مسئله های گناه و آن چیزی که خبرکشی گناه است، خوردن شراب گناه است، قتل انسان گناه است، یعنی غیبت کردن گناه است، هر کاری که انسان را به گناه کردن میبرد و آن خود گناه است، پس همکاری نکنید. همکاری کردن در اسم عدوان، در دشمنی و در سرکشی و در کارهای گناه با یکدیگر همکار بودن، یک جا زنا رفتن، یک جا بوزی رفتن، یک جا جنایت انجام دادن، یک جا با مقامات امنیتی همکاری کردن تا اینکه یک نفر آزاده را به زندان بکشانند، تا اینکه از آن پول بکنند. این تعاون در اسم عدوان است. های مسلمان، های برادر و های خواهر که در چنین عملها دست داری، پس تو تعاون در اسم عدوان نباید داشته باشی، چرا که امروز ما و تو و جامعه ما این اسم عدوانه که میان جامعه منتشر است، هر روزها آن را میبینیم. پس اینجا الله سبحانه و تعالی یک معیار برای ما و شما داد، همکاری در نیکی یعنی ثواب و همکاری در گناه یعنی خطر. آن چیزی که در کارهای نیکی با یکدیگر همکاری میکنیم، در کمک کردن یک برادر، در نصیحت کردن، در عملهای خیر خوبی، این ثواب برای ما و تو میارد. تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی انا که تعاون کردم در اسم عدوان، این خطر است، این آژنگ خطر برای هر نفری که در کار گناه همکاری میکند. وقتی یک ملیسه یا مقامدار جوان را با اتهام بر دروغی زیر ماده 307 عیبدار میکند، تنها برای ترساندن یا پول کندن، این همکاری در نیکی نیست، این همکاری در بدی است، این همکاری در اسم و عدوان است، این همکاری در گناه است، این همکاری در تجاوز. بله بیننده گرامی، کمک کردن مقامات امنیتی و ملیسه رحمانوف این اسم و عدوان است. هر یک انسان مسلمان آزاده باید فکر داشته باشد که در اسم عدوان نباید همکاری داشته باشد. آن پولی گرفته شده حرام است، آن مبلغی که با فشار با زور گرفته می شود از شهروند دیگر کشور، آن سحت است، سحت. بله الله سبحانه و تعالی باز در آیتی مسئله همین قضیه واقعا خیلی زیبا الله سبحانه و تعالی فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. الله اکبر. واقعا تمام افرادی که کمک کننده ظالمانند شامل این آیتی متبرکه سوره هود خواهند گشت. الله چی گفته است؟ به سوی ظالمان میل نکنید، به سوی مقامات امنیتی رحمانوف میل نکنید، به سوی مقامدار رتبه‌داری که امروز در دستش دوبینکه و автомат و پیستولت است میل نکنید، چون که اون ظالم است. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا انفسهم، به سوی ظالمان میل نکنید
که آتش شما را فرا میگیرد. بله ای بز، بدان ای خبرکش، ای جاسوس میان جامعه و میان افرادی که زندگانی میکنی، بدان که الله خطاب به تو کرده است ولا ترکنوا الی الذین ظلموا انفسهم، به سوی ظالمان میل نکنید که آتش شما را فرا میگیرد، شما داخل آتش خواهید سوخت و غیر از خدا برای شما یاور و کمک کننده نیست که شما را از اون آتش بیرون آرد. پس یاری داده نمیشوید، هرگز کمک کرده نمیشوید. اگر تو میل به ظالم داری، اگر تو خبرکش هستی که یک جوان بیگناه از روسیه آمده که 100,000 روبل کار کرده است، به خاطر زندگانیش را پیش بردن موسر کشیده است، عربه برده است، تمام کارهای مشقت بار را انجام داده است تا بیاید در خانهش زندگانی کند و توی تنبل که داخل وطن نشسته ای با زن و فرزندت، ولی به خاطر فروختن این جوان بیچاره بیگناه برای اینکه پول اون را با یک مقام ملیسه بکنی بگیری، با ظالم همکاری میکنی و مایل به ظالم هستی. پس بدان که وعده شدید الله برای تو است که فتمسکم النار گفت است الله. این سخن من نیست، این سخن شخصی انسانی عادی نیست، این سخن احکم الحاکمین است که فتمسکم النار گفت است آتش شما را میرسد و ما من دون الله، نیست کسی غیر از الله اولیای برای شما، کمک کننده برای شما، یاور برای شما. پس یاری داده نمی شوید. ثم لا تنصرون، هرگز شما کمک کرده نمی شوید. یعنی میل چیست؟ میل تنها دوست داشتن نیست. فراموش نکن، من میدانم که اون مقامات امنیتی را شما هم بزن دوست نمیدارید. یعنی میل دوست داشتن نیست، میل خدمت کردن است. بله، میل دوست داشتن نیست، مایل یعنی خدمت کردن است، میل پشتیبانی کردن است. بله، پشتیبانی از آن سیاست ظالمانه رحمان و مقامات امنیتیش. میل در کنار ظلم ایستادن، در کنار اون دوبین کدار، در کنار اون افتمدار، در کنار اون زواندار ایستادن است. بله، میل دوست داشتن نیست، میل خدمت کردن، میل پشتیبانی کردن، میل در کنار ظلم و استبداد ظالم چون مقامداری ملیسه ایستادن است یا امنیتی. این آیت هشدار میدهد ظلم آتش دارد. بله، های بوز بفهم، ظلم آتش دارد و هر کسی که خود را به آن نزدیک کند میسوزاند و او را واقعا هم در ابدیتی بدبختترین حالات جهنم قرار خواهد داد. آن چیزی که در این قضیه میتوانیم آیتی واقعا هم برای بعضی از افراد میتوانیم بگیم سمرتلنی هست، با زبانی روسی، با زبانی هلاکت بار هست، هلاکت معنوی. بله بیننده گرامی، الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 28 آیتی خیلی برای همین افراد جالبه گفته است. چی میگوید الله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بله، الله سبحانه و تعالی در این سوره متبرکه میگوید مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و یاور گیرند. بله، و هر کس چنین کند هیچ ارتباط با خدا ندارد مگر آنکه از آنها به خاطر احتیاط پرهیز نمایید. خدا شما را از خود آگاه میسازد و بازگشت به سوی خداست. در تفسیر این آیت که دیروز هم درسی عقیده داشتیم و واقعا روی این نقطه تمسک و روی این نقطه استوار ایستادم و تمام آن برنامه‌ای که امروز تقدیم شما می شود مأخوذ و گرفته شده از این آیت متبرکه سوره آل عمران است که واقعا خیلی برای افرادی که در خواندن وقتی که انسان با آسانی میخواند او را نمیتواند بعضی از مسائل را درک کند، ولی خیلی وعیدهای شدید در اینجا نهفته هست. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. خوب دقت کن بز، خوب دقت کن آنه که در خدمت رحمان و هستی، خوب دقت کن تو مسلمانی، تو ایمان داری، تو فرزند مسلمانی، پدرت مسلمان، مادرت مسلمان است.
خب با دقت باش، اینجا نگیرید شما، یعنی که افراد از دین بیرون را به جای مؤمنان دوست نگیرید. پس رحمانوف در خدمت دینی توست، پس اس یتیم فی مخوف در خدمت دینی توست، رمضان رحیمزاده در خدمت دینی توست، مقامات رحمانوف در خدمت دینی توست، یا که هر روز مسجد میبندند و ریشدار ریش میتراشند و حجاب میگیرند و زیدی تمام آنچه فرائضی الله هست عمل میکنند. پس نگیرید دوست گفته است. مؤمن نباید دوست گیرد اون خادمان را. اکنون در قضیه فمن یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، اگر شخص اونها را دوست میگیرد پس از الله هیچ نصیب ندارد دیگر. خوب دقت کنید، انا همین جاست که حتی حالت ارتداد از اسلام هست، انسان از اسلام خارج می شود ولی آگاه نیست، ولی نمیفهمد. رفتن خبرکشی کردن برای یک نفر که البته در اینجا برای تجسس نیست، ولی همون گرفتنی دوست منظور آن چیزی که مردم مسلمان عمل میکنن رفته خبر کشیدن، یعنی تو اون دوست و نزدیک قرار داده، یا برای منفعت دنیا یا برای آن چیزشونه که در بالات آیا گفتن دوست نمیدارید، ولی اینجا تو کمک کردن به همون مقامات رحمانوف را در حالتی که با او همکاری میکنی، چند نفر مهاجر بیچاره را عکس شروان میکنی تا اینکه اونها را عذاب و ظلم کنن، پس بدان که در ایمانت تجدیدی نظر کن. نماز میخوانی، روزه میگیری، عبادت میکنی، حج میری، عمره میری، زکات میتی، ولی واقعا هم حالت تباه است. الله چی میگه؟ فمن یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، هیچ چیزی از الله انتظار نداشته باشد. واقعا خیلی دهشت است، خیلی دهشت است. بیننده گرامی خوب با دقت باشید، این آیت واقعا هم مسئله وفاداری و موقع گیری را بخواهد که برای امت اسلام بیان دارد. وقتی انسان خود را در کنار ظلم قرار میدهد و بر ضد جامعه خود عمل میکند، او باید بداند که خود را در خطری بزرگ ارتداد امکان قرار دادن دارد. بله، اما ما کافر حکم نمیکنیم، چون ما تکفیری نیستیم. حکم خارج کردن از اسلام شرایطی سختی دارد، ولی واقعا هم اگر هر یک انسانی که با خواهش و میل خود عمل کند و مایل باشد به اونها، پس بداند که نزد الله چنانه که الله گفته است و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، هیچ چیز دیگر نزد الله اون ندارد. بله، کسی که ظلم را کسب و وظیفه اساسیش کرده است حالش بسیار وخیم است. خوردن مال حرام در اسلام و برای هر یک انسان معلوم است که مال حرام چگونه اثرات و عواقب وخیمی دارد. رسول اکرم میگه کل جسد نبت من صحت فالنار اولی به، هر جسدی که از مال حرام یعنی پرورش یافته است، آتش به آن سزاوارتر است. تو ان پول مهاجری که میگیری با فرزندات میخری، پس بدان که آتش برای اون جسمی که از مال حرام نشأ و نما کرده است اولاتر است. الله سبحانه و تعالی در این قضایا آیات متعدده در مورد آن چیزی که مسلمان باید چگونه با یکدیگر دوست و یاور و همکار و رسول اکرم چقدر احادیث در این قضیه فهمانده است، چون اینکه مسلمان به مانند بنیان گفته است بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تا که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اون افضل مخلوقات، اون خلیفه الله در زمین آدم است، ولی تو که از غمی ظلمی که بالای اون هموطن می شود بی فکر هستی و میخواهی ظلم ادامه یابد، مهم گور سوزد و دیگ جوشد، پس تو انسان نمیتوانی باشی. در حدیث رسول اکرم میگه ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خداوند پاک است و قبول نمیکند مگر از پاکان. اما الله سبحانه و تعالی پاک است، جز از پاکان قبول نمیکند. وقتی کسی با تهمت از اون پول میگیری، با ترس مبلغ میسیتانی، با زور امضا میگیرند که
تو این جنایت انجام داده، پس این ظلم است و آن چیزی از آنها میگیرید برای شما آتش سزاوارتر است. آن پول پاک نیست، آن پول حرام است. اثر مال حرام واقعا هم به شخص خیلی ضررهای وزمین دارد. آن چیزی که برای انسان اثر مال حرام برسد دعایت قبول نمی شود، قلب انسان سخت می شود، آرامی و طمأنینه از خاندان او، از وجود او گم می شود. پس مال حرام سه اثری خیلی وزمین دارد: دعایت قبول نمی شود، قلب سخت می شود، آرامش و طمأنینه در حیات زندگی از بین می رود. این اثرهای مال حرام است. پیامبر مرد را یاد کرد که دست به آسمان می بردارد. واقعا هم برای اون ملیسه و امنیتی که ظلم میکند و پول میخورد، یعنی که رسول اکرم برای تو گفته است. خوب دقت کن، مده های 607 پول میزنه میگیره برای شما: مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. واقعا درست میگه. این رسول اکرم برای دقیقا شما گفته است و برای بعضی از حرام خورهای دیگر. اگه انسان دست بالا میبردارد و دعا میکند، در حال خوراکش حرام است. مشرب، نوشاکی و آن چیزی که می نوشد حرام است. لباسی که در بدن دارد حرام است. پس چگونه دعایش قبول شود؟ پس چخیل دعای اون شخصی که مأکلش، مطعمش حرامه، ملبسش حرامه، مشربش حرامه، یعنی که از حرام تغذیه شده است، پس چگونه دعای اون شخص استجاب و اجابتی درگاه الهی گردد؟ اثر مال حرام با فرزندان شما. بله، اون فرزندی که دوستش می‌داری، برای تربیه آن آماده همه کار هستی، پس بدان که اون مالی که تو از اون مظلوم گرفته ای، اون مال حرام با فرزندان تو تأثیر خیلی وخیم و وزمین دارد. علمای اهل سنت در این قضیه گفتن لقمه حرام در تربیه فرزند اثری بد میگذارد. فرزندی که تربیهش میکنی اثرش بد است. کودکی که با پول ظلم کلان می شود برکت ندارد. از اون کودک در خانه شاید پول زیاد باشد ولی در اون خانه آرامی نیست. جنگ با همسر، یعنی که وضعیت نابسامان و آرامیه که در بالا گفتم از بین می رود، انا همون آرامیش میاد در خانواده تا از بین می رود. همه چیش میتی تیلاش آورده. گفتی و زنکه که در نوارها هست میگه شوی مرافی آدم کاراشی پستاوید کرد، قپید من اگر حج روی کرد، شرم نکرده در ویدیو با این گپ میگه. ولی آرامیش از خانه تو پریدگی است. نزاع و جنگ زیاد شده است، فرزندش سرکش میشه و اطاعتش نمیکنه. این قانون الهی است. هر یک ملیسه و مقامات امنیتی باید خوب این قضیه را بفهمد و بداند. اثر مال حرام در جامعه و مجتمعی که ما و شما زندگانی میکنیم، وقت تهمت معاش میشود، وقت ظلم کسب و کاسبیت و وظیفه می شود، وقتی که خبرکشی تجارت می شود، اعتماد از بین می رود. جامعه‌ای که اعتماد و باوری در اون وجود ندارد استوار و پابرجا نیست. باید بداند ای آن کسانی که برای یک گزارش پول میگیری، ای آن کسانی که برای یک تهمت مبلغ میگیری، ای آن کسانی که جوان را با ماده ساخته 307 میترسانی، بدان آن پول که میگیری در آن پول برکت وجود ندارد، آن پول نور ندارد. آن غذایی که تو میخوری در آن غذا برکت وجود ندارد. آن خانه‌ای که میسازی، آن خانه بنیانش از ظلم است. در آن خانه امنیت و استقرار آرامی با وجود نخواهد آمد. حالت تو نزد خدا ای آن ظالم خطرناک است، ای بوز حالتت خطرناک است. امروز میتونی با قدرت فشار بیاری ولی فردا در پیشگاه خدا تنها خواهی ماند. آنجا نه وظیفه کمکت میکنه، نه منصب کمکت میکنه، نه ماده و کودکس های جنایتی و نه امضایی که میمونی با امضا حیات یک نفر میسوزی کمکت نخواهد کرد. آنجا تنها عدالت حکم میکند. لا ظلم اليوم، میگه الله، امروز دیگر ظلم نیست. لا ظلم اليوم، امروز دیگر ظلم نیست. باید هر یک ظالم، هر یک بز و خبرکش بفهمد اسلام دین انتقام نیست. بیننده گرامی،
خوب با دقت باشید، اسلام دین توبه است. هر کسی که دستش به ظلم آلوده شده است میتواند بازگردد. دروازه های توبه باز است، به سوی الله بازگردید. اسلام دین نیست که انتقام را برای خودش، برای پیروانش یک چیزی حتمی دانسته باشد. البته قصاص حیات گفته است الله سبحانه و تعالی در قرآن، ولی انتقام جویانه عمل کردن کاری امت اسلام نیست. هر کسی که مال حرام گرفته است میتواند توبه کند. هر کسی که برادر را فروخته است و بزی کرده است میتواند جبران کند. در حالت در هست که تا مرگ بسته نمی شود. آن دروازه توبه هست. واقعا باید هر یک ظالم خوب با دقت باشد. بزی جامعه را میشکند. بزی برادر از برادر جدا میکند. بزی ترس جای اعتماد و جای باوری قرار میدهد. ولی عدالت باقی میماند، حق باقی میماند و بازگشت به سوی الله است. هر یک کدام ما و شما باید خوب بدانیم. در این مقطع میخواهم در قضیه دیگر صحبت کنم که مسئله بزی را تنها یک گناه شخصی بینیم، اشتباه میکنیم. بعضی ها میگن که مسئله بزی یا مسئله خبرکشی یعنی یک گناه شخصیه، یک کار شخصیه. این کار هست که تنها اخلاقی نیست، بله این مسئله قضیه سیاسیه. 100% قطعیه. هر حاکمیتی که بیننده عزیز و گرامی از عدالت قوی نیست از ترس استفاده میکند. اگر دولت رحمان و عادل باشد هیچ وقت از مردم نمیترسد. شکایت داری؟ بله چی گپ پس فلان گپ، بله مرحمت. بله میفهمد که دخترش دزد است، بچهش دزد است، خودش دزد است، زنش دزد است، داماداش دزدن، نبراش دزدن، همه اینا اوباش رهزن دزدن. پس چیکار میکنه؟ این قضیه بزی یا قضیه صرف سیاسی از بیننده گرامی، غیر از این که اون گناه و جنایت است، این قضیه سیاسی است. وقتی رحمانوف اگر عادل باشه از چی میترسه؟ شکایت اومد، بله چی شکایت داری فلان، مرحمت بگیرش، یعنی که قضیه شو ببینی. ولی وقتی رحمانوف خودش یعنی عدالت در اون دولتی که ما و شما داریم قوی نیست، از ترس استفاده میکنه. هر نظامی که از محبت مردم محرومه با شبهه و خبرکشا تکیه میکنه. ترس ارزانترین ابزار و وسیله اداره مردم است. وقتی مردم از همدیگر میترسند آنها متحد نمیشوند. فهمیده؟ یعنی قضیه سیاسیه. این قضیه هست که سیاسی است. وقتی مردم از یکدیگر میترسند متحد نمیشوند. وقتی مردم با همدیگر شبهه میکنند آنها حق طلب نمیتونن کرده. او یکی من قطعی گپ زنم که بز نباشه، این هم حضرت بز بسیارش دیگه هر روز کلمه را میگه. وقتی هر کس گمان میکند که شاید همسایه‌اش بز باشه و گزارش بتیه، جامعه به همین حالت امروز ما و شما که هست قرار داریم. این است مکانیزم ترس. امروز بیننده عزیز و گرامی، بزی همچون استراتژی سیاسی دولت تاجیکستان است. در هر جامعه‌ای که خبرکشی گسترش یافته است سه نتیجه به وجود می آید. در هر جامعه و دولتی که ما دیدیم و نتیجه های گوناگون از تاریخ نگاران و از آن معایری که روی آنها تثبیت و استوار هست دیده شد که در هر جامعه‌ای که خبرکشی گسترش یافته باشد سه نتیجه اساسی به وجود می آید. یکمش اعتماد اساسی هر ملت، یعنی اعتماد مهمترین چیزی است که باید هر یک ملت بداند. باوری یعنی از بین می رود. اعتماد باوری از میان یکدیگر ملت از بین می رود. اگر اعتماد و باوری میان مردم نباشد یعنی اقتصاد دیگر رشد نمی کند، اقتصاد دولت پیش نمی رود، علم رشد نمی کند، اخلاق دیگر رشد نمی کند. جامعه‌ای که در آن پدر و فرزند میگوید احتیاط کن تلفنت را باور نکن، آن جامعه الکی در حالت ترس زندگی میکنه. یعنی اعتماد از بین رفت. این یکم. دویمش تبدیل شدن قانون به وسیله فشار. میتواند قانونی که برای مردم باید باشد که نمی کار کردی جنایت از نمی کار کردی نه، ولی قانون است.
وقتی قانون برای حفظ عدالت است تا اینکه عدالت پایدار باشه، اما وقتی قانون برای ترساندن جامعه استفاده می شود، اون دیگر عدالت نیست، اون یک ابزار و یک فیشنگ اداره است، برای اداره کردن مردم است. وقتی ماده های جنایتی کودکس و علاوه هایی که در کودکس هستند با واسطه ترس تبدیل می یابند، وقتی یک لایک یا شنیدن موعظه داملا سهراب یا یک ملا یا هر عالم دیگری سبب بازپرسی می شود، این نشان می دهد که ترس به سیاست تبدیل شده است. خوب دقت کنید. سوم چیزی که در این مسئله باید هر یک کدام ما و شما بدانیم، استراتژیایی که یعنی که سیاسی دولت، سومش چی است؟ تولد شدن نسل ترسانچک. جوانای ترسانچک تولد می شوند. کودکانی که در فضای همین ترس کلان می شوند، ترسی که پدر و مادرشان هستند، سرکوب می شوند و یک روز انفجار می کنند. همون یعنی که نسلی که از همین مردمی ترسانچک به وجود می آید، یعنی که پس در حالتی که اونها ندیدن چیزی را، فقط پدر و مادرشان ترس است، ولی وقتی که پدر و مادرشان ترس است، اونها حتما یک حالتی عجیب و غریب دیگری را به وجود می توانند بیارند. ترس هیچگاه ثباتی آرامی دراز مدت نمیاره. فکر نکنید که ما میترسانیم، پدراشون و فرزنداشون هم میترسن، چون که ترس هیچ وقت آرامی یعنی دراز مدت به بار نمیاره. ترس تنها آرامی ظاهری میاره، ولی در باطن و داخلی یعنی که مردم یک شعله و آتش را جمع میکند که حتما به ترکش خیلی نزدیک هستند. ما در تاریخ حادثات زیادی را میبینیم که هر حاکمیتی که به خبرکشی تکیه کرده است، در نهایت از همان ترسی که از همون دارد از بین رفتگی است. زیرا وقتی عدالت نیست، وفاداری هم واقعی نیست. وقتی که عدالت نیست، شخصی که به تو میگه من وفادارم واقعی نیست، دروغ میگه، چاپلوسی میکنه. آنهایی که امروز برای پول گزارش میتین، فردا برای پول بیشتر گزارش دیگر میدهند به دیگر جا. بله، امروز که به تو برای پول گزارش میتین، برای جای دیگر پول بیشتر گزارش بیشتر میتین. سیستم های ترس استوار نیست. رحمان و مقامات باید بدانند سیستم های عدالت استوار میماند. ما در این قضیه میتوانیم یک روانکاوی در قضیه همین بازی داشته باشیم. واقعا بعضی ها ای ترس، بعضی ها برای منصب، بعضی ها برای پول، بعضی ها برای نزدیک شدن به همون شخص قدرتمند، به عائله، به داماد، به دختر، به بچه رحمانوف، اما همه آنها در یک نقطه مشترک و یک جا هستند. آنها فکر میکنند که امنیت با ظلم میتونن خریده. این اشتباهی بزرگ است. امنیت با عدالت می آید، نه با ترس. امنیت هیچ وقت با ترس و وحشت بالای مردم، با جاری کردن کازارم و پلاژینیا ها، با گذاشتن کامراها، با گوش کردن تلفن ها، با همه اینها امنیت به وجود نمی آید. این دروغ است. پس باید هر یک افرادی که در مقامات نشستند بدانند که ترس به جای عدالت نمی توانند که نهادی نکنند. اگر چند امروز تا جای یعنی که موفق شدند، ولی این مداوم و ابدی نخواهد بود. هیچ نظام در دنیا ابدی نیست. هیچ نظام و هیچ یعنی دولتداری، هیچ یعنی دولتداری در دنیا ابدی نیست. هیچ منصب ابدی نیست و هیچ حمایه‌ای که از کسی حمایت میشوی ابدی و تا ابد را حمایت کرده نمیتونه. روزی میرسه که مردم دیگر نمیترسند از شما و آن روز ترس برمیگردد به سوی آنهایی که آن را پهن کردند. تاریخ واقعا پر است از همین مثال ها و خود شما هم شاهدی صدها چنین حالت ها و دیکتاتورها و نظام های خونینی که مردم با ترس و با قبضه آهنین خود نگاه داشتند، ولی اون دیوار روخنول از بین رفت، یعنی از بین دیوار برداشته شد. می توانیم هر یک کدوم ما و شما یک قضیه را فکر کنیم که آیا همین جامعه ببز میتونه باشه؟ همین جامعه که ما و شما قرار داریم، در مسکو زندگی داریم، دیاسپوراها یعنی که کارمندان سفارت، افرادی که با اونها همکاری میکنن، یعنی که همین جامعه ببزی میتونه باشه؟ جامعه که در همون جامعه بزی نیست، قانون برای
عدالت است، نه برای فشار آوردن. اینا باید خوب هر یک نفر شهروند کشور بداند. بله، ملیسا محافظ است نه تاجر. منصب که دارند امروز امانت است نه تجارت. اعتماد و باوری جای ترس میگیرد. این جامعه بازور ساخته نمیتونند جامعه را بازور بسازند. این جامعه براستی و استواری ساخته می شود. ما مردم را با بی‌سر و سامانی تا امروز دعوت نکردیم و نمیکنیم. ما مردم را به زورآوری دعوت نمیکنیم. ما دعوت میکنیم به عدالت، به راستی، به قطع ظلم و بازگشت از یعنی مال حرام نخوردن. این از دعوت ما همیشه. ما خوب میدانیم که جامعه‌ای که بر پایه عدالت است نیاز به بازی ندارد. هر جامعه‌ای که روی قانونش روی عدالت استوار است پس اون نیاز به بازی ندارد، چون که اون نفری که غیر عادل است در نزد قانون به مانند آینه خودش روشن و آشکار است و دیده می شود. شاید امروز خود را همون بزی که میان ما و شما هست قوی حس میکنه. من با قوتم، ما خشتبارم فلانی، ما بزیگرین شاخداری زورم. شاید امروز پشتیبان داره همون بز. شاید همون بز شخصی که اون حمایت میکند. شاید امروز اون بزی که هست از بزیش پول به دست میارد. اما باید بداند همون بزم که ترسی که مردم امروز از شما دارن ابدی نیست. ظلمی که مقامات انجام میتن بالای مردم ابدی نیست و قدرتی که اون مقامات هم دارن یعنی ابدی نیست، حتما از بین می رود. پس باید جامعه بی‌بز، باید جامعه اول عادل باشد و عدالت جایگزین باشد، بعد از اون بزی دیگه نیست. یعنی اگر من آدم کشتم، جنایت کردم، قانون ویران کردم، من بزی کردن این ثوابه و این بهترین کار است. ولی بیگناه مردم به خاطر اینکه من تلفنش نگه داشتم دامو سورا با تماشا داشت یا میبریم ماجر تماشا داشت رفته خبر کشیدن، انا این ظلم است. انا این بالای فرزندی تو آنچنانی کردی بالای فرزند صورت میگیره. اینا خوب بز باید بداند. اکنون قضیه‌ای که باید ما روش بیشتر فکر کنیم یعنی چیکار کنیم از همین قضیه در مسئله اون چیزی که ما باید همین قضیه را بیشتر تا اینکه جامعه بیشتر خوبتر بفهمه. یعنی ما گفتیم که بزی گناه های، بله، ولا تجسسوا، الله گفته است. ما گفتیم که بزی ابزار ترس های، اهرام فشار هست. ما گفتیم که مال حرام یعنی النار اولا بها، آتش برای او حرام است. پس باید ما چیکار کنیم که شهروند خبرکشی و فروختن برادرش یعنی بس کنه. ما باید بزاره تربیه کنیم تا اینکه همون بزایی که بی گناه مردم ها میبرن میفروشن باید تبابتش کنیم. یعنی ما اگه بزی را گفتیم، جنایت را گفتیم، حکم الله را گفتیم، حتی آوردیم رساندیم در حالت ارتداد قرارش دادیم که اگر همین کار ادامه پیدا کند و افراد بیگناه بفروشد پس در داشتن ایمان او شک وجود دارد. ما تکفیر نمیکنیم ولی واقعا وضعیتش خیلی بی‌زیبه. یعنی اسلام تنها تنقید نمیکند. اسلام دین تنقید کننده نیست. اسلام دین راهنمون است، راه نشان دهنده است. یکم چیزی که باید ما و شما به خاطر یعنی شهروند خبرکشی و فروختن برادرش بس کنه، برقرار کردن احساس جوابگاری در نزد خدا را اهمیت بدیم. اگر ما میخواهیم که بزی از میان جامعه از بین برود، یکم چیزی که باید ما برقرار کنیم این برقرار کردن احساس جوابگاری در نزد الله است. تو بدانی که من احمد فروخته هستم، در نزد الله چی جواب میگم؟ من محمود فروختم، من رستم فروختم، من فروخ فروختم، من فلانی را فروختم، در نزد خدا من چی جواب میگم؟ انا همون بز اول باید از خودی جنابان بز شروع کنیم تا اینکه بدانند که برقرار کردن احساس جوابگری در نزد الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم واقعا خیلی زیبا فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. صدق الله العظیم. نگاه کنید چگونه الله سبحانه و تعالی کی کجا الله با یگان کاری بد دعوت کرد. همانا الله سبحانه و تعالی به عدالت فرمان میدهد و از
تجاوز ما را منع کرده است. امر میکند به عدل، احسان، یعنی که یعنی که خش تبارک نزدیکی کردن و ما را از کارهای فحشا و منکر و بغی دور می‌دارد. یک نه، این سخن الله است. باید خوب دقت کنه. اگر انسان باور کند که هر کلمه بر دروغی که می نویسد، راپورت می نویسد، یعنی که معلومات می نویسد برای فلانی و هر تهمت ثبت می شود، بدونه که هر چیزی که من نوشته هستم در نزد الله ثبت شده است. هر پول حرامی که من گرفته هستم حساب داره. او پیش از گزارش دادنش باید سه بار فکر کنه، بعد گزارش بده که این چیزی که من میتیم، این چیزی که من نوشتم داده هستمش، این فردا میتواند که برای من چی باشد، یعنی نامه اعمال من خداوند در دست چپم بتیه، در حالی که ما میخواهیم نامه اعمال من در دست راست من باشد. ولی اونی که پول حرام میخواهد بگیرد، راپورت دروغ میخواهد بنویسد، میخواهد یک گزارش دروغ بنویسد به خاطر زندان کردن چند جوان بیگناه دیگر، پس باید قبل از این که اینا به رئیسش میفرستد و اون مقامدار دیگری که روی این بدون تفکر حکم بالای اون صادر میکند، پس باید بداند که قبل از ارسال اون 4 بار فکر کنه، 3 بار گفتم 4 بار فکر کنه، بعد از اون روانش کنه. راه اولی که میتوانیم ما انجامش بدیم این پیش خدا و وجدانی خودش بیدار کردن است. انا همون انا همون راپورت نویس باید وجدان خودش بیدار کند. قطعی دویم چیزی که ما باید یعنی که از بین ببریم، قطعی یعنی خوردنی، نگرفتنی، از دست دادن یا اینکه قبول نکردن مال حرام، یعنی بریدن ریشه خبرکشیه. اگر وقتی که ما بریدیم همین مسئله خبرکشیه که بسیار فعلا هست با ماده 307 با این همه همینها برمیگردد به پولی که در دست اون نفری مظلوم قرار دارد. انا همین قطع مال حرامه، یعنی که قطع کردن. چرا اکثر بازی صورت میگیرد؟ برای پول، برای منصب، برای منفعت، برای همینها، یعنی همینها برای پول، برای منفعت، برای زوان گرفتن، برای همینها یعنی که صورت میگیرد. اگر جامعه که هست بفهمد که پول حرام برکت ندارد، پول حرام فرزندش ویران میکند، پول حرام سبب سختی دلش میشود، پول حرام عائله‌اش ویران میکنه، پول حرام فرزندش از ادارهش میبره بیرون، همینها را همون آدمی که پول کار کرده است برای زن و فرزندش اگر بفهمه که برکتش از بین میبرد، فرزندش ویران میکند، ثبات و آرامی را از خانهش از بین میرود و دلش سخت میشود و دعاش مستجاب نمیشود و بدبختی خاندانش مواجه میشود، پس باور کن همون پولی که معاش میگیرد اون پول با برکت تر از اون پول حرامه که زندگانی چند روزی آرامانه ولی در نهایت و واقعیتی بد اونا گرفتار میکند. پس باز دیگه نمیکنه اون کاره. پس باید ما با دقت باشیم از این عملی بد بزا دست کشن. رسول اکرم یک حدیث خیلی زیبای دارد، خاصتا برای افرادی که میتوند که جوان زیبا است، هر روز با چند دختر زنا کند، پولدار است، میتوند همه کاری بد انجام تید، یعنی هیچ چیزی نیست که او را منع پیش رهش بگیرد، ولی از الله میترسد. چی میگه رسول اکرم؟ من ترک شیئا لله عوضه خیرا منه. برای من اینمی تلفنی آیفون داده ایسن ولی من نمیخوام همین پول حرام بگیرم، ان شاء الله که الله من از یگان جای، والله قسم خداوند برای تو یک نمود از همین آیفونی که برای تو میتین، یعنی که تو به خاطر خدا ترکش کردی همیره، الله برای تو بهتر از این آیفون میتین. تو اگر فلان بزی کردی، فلان ظلم کردی، برای تو وظیفه میتین و من به خاطر الله نمیکنم همین کاره، عوضه الله خیرا منه. خداوند اون کاری که برای تو عطات میخواهند بکنن ولی تو میخواهی که این کار به خاطر خدا نکنی، عوضه الله خیرا منه، الله عوض میکند اون کاری که برای دادن بهتر شه از اون برای تو میتید. پس این وعده رسول اکرم است که صادق المصدوق و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اکرم از هوا و هواس نفس خودش گپ نمیزند. سوم چیزی که ما باید در این قضیه استفاده بریم، قدرت اجتماعی اعتماد به بار بیاریم. ما باید با یکدیگر باور کردن، یعنی که دم پیش یک از بگو برادر من را باور دارم، من میدونم که اونا دشمن ما هستند،
همین مردانه باید گپ زد، اعتماد به دست باید بیاریم، باوری کردن با یکدیگر باید ما و شما به دست بیاریم، برخلاف آن چیزی که رحمانوف این یعنی که کاری بد میان جامعه کرده است. وقتی جامعه خاموشه خبرکشی رشد میکند، وقتی جامعه متحد میشود خبرکشی ضعیف میشود. اگر مردم همدیگر را حمایت کنند، ظلم آشکار کنند و تنها نگذارند بیگناهان را، هیچ وقت فراموش نکنید که نمیتونند یگان کار کرده بزا. اعتماد با مردم باز میگردد، آنگاه ترس و وحشت و اضطراب از مردم از بین میرود. ظلم در تاریکی قوی است، در روشنایی ضعیف است. بز همه وقت پنهانی خبر میرسونه، آشکار اگر ببینیش نمیره بگه که من محمد اقبال دیدم فلان کار کرد. برای چی؟ برای اینکه بز فقط در تاریکی یعنی ترسیده کار میکنه، هیچ وقت بز در آشکارا و در روشنایی کار نمیکنه. و اگر او آشکارا کار میکرد بزش نمیگفتن. یعنی کار بز خبرکشی است. خبرکش پنهانی انجام میتید، نه اینکه در روشنایی آشکارا بروه ببینیش ای پیش تو بروه در پیش ملیسا بدره و ملیسا را گه یا امنیت بگه که فلان دیدی همین خلط ببینی او را. او پنهانی است، اون خبر میکشه. چرا میترسد؟ چرا این کار خودش جنایت است. بله، بزی هیچ وقت در روشنایی انجام نمیتید، بزی هیچ وقت بز در آشکارا کارش نمیکند، بز همه وقت در پنهانی کارش میکند. انمین است اخلاقی رذیله و ذمیمه بزی. خوب دقت کنید. چهارم چیزی که ما باید میتونیم در تغییر دادن امی فرهنگ یعنی که بزی کار کنیم، شرمنده کردن ظلم است، نه ستایش و تعریف کردن همه. باید ما ظالم شرمنده کنیم. انمی کار اصلاح داره. او اصلاح برای چی؟ در مسئله رحمانوف کار میگیره، در مسئله رمضان رحیم زاده اس یتیموف، دختر یتیموف، دختر رمضان رحیم زاده، دختر رحمانوف نبره. او انا همو ظلم فرهنگی، انا همین یعنی که تغییر فرهنگ دادن و شرمنده کردن ظلم است، نه اینکه تعریفش کنیم، نه اینکه پیشوای ملت رمضان رحیم زاده گنرال بسیار هم مردم را ظلم دارد، بسیار گنرال شکنبه فلان است، یتیم اس مغل فلان است. نه، انا برزیدی همونها یعنی که کار کردن است. انا میره فراموش نکنه که ما همیشه تا امروز با همین فرهنگی چهارم کاری که ما انجام میتیم به خاطر ترس از بین بردن میان جامعه، انا همین بخش چهارمه که ما به خاطر از بین بردن بزی کار کردیم، ولی بدون اینکه ما بگیم که هم مقصد ما و مرام ما انا همین است. در بعض محیط ها و جامعه ها و مجتمع ها و قشلاق ده ها و جماعت ها خبرکشی همچون زیرکی نشان داده می شود. دانایی، گویا که دانایی یعنی که گویا به شکل خودشه دانا نشان میده، ولی در حالتی که این اشتباه بزرگ است. بزی هیچ وقت داناگی نیست. بزی خبرکشی هیچ وقت داناگی نیست. باید این فرهنگی که خودش دانا و زیرک معرفی میکنه و گاه گویا این که زیرک است این خبر رفت رساند، گویا این که دیگه چی نه، این زیرکی نیست. باید انا همین فرهنگ عوض شود. خبرکشی بر دروغ نباید قهرمان باشد. ما هیچ وقت نباید افرادی که اونها خبرکشی میکنن از خبرکشا قهرمان نباید بسازیم. خوردن پول ظلم نباید موفقیت حساب شود. پولی که از ظلم میاد اونم یعنی کار درست به حساب. ترساندن جوان نباید قدرت حساب باشد. جامعه اصلاح می شود وقتی که ارزش ها عوض شوند، وقتی فهمیش ها عوض شوند، وقتی که بز قبل از بزی کردنش بفهمد، اندیشه کند که این کاری که من میکنم آیا با منفعت خانواده من، با منفعت پدر و مادر من، با منفعت عائله من، با منفعت قبر من، با منفعت آخرت روز جزای من، با منفعت نامه اعمال من به دست راست یا به دست چپم گرفتن است. همین باید فکر کنه قبل از اینکه بزی میکنه و یعنی راپورت می نویسه یا اینکه گزارش می نویسه. پنجم چیزی که باید ما تبابت کنیم، جدا کردن ترس از واقعیت. باید ترس از حقیقت جدا کنیم. یکی ترس یکی حقیقت. ترس همه وجود دارد، هیچ انسان نیست که بدون ترس باشد، اما ترس از واقعیت جدا کردن در کار. یعنی بسیار وقتی که انسان خبرکش میشوند، برای چی؟ برای اینکه میترسن. بسیار خبرکشایی که ما میبینیم میترسن، یا ای بچهش تهدیدش کردن، یا ای دخترش، یا ای وظیفهش، یا ای پدرش، یا ای زندان کردن، شانتاژ. یعنی باید ما ترس ای واقعیت جدا کنیم. چون که الله سبحانه و تعالی برای ما در سوره متبرکه آل عمران است، یعنی که در همین قضیه هم
برای ما و شما آشکارا گفته است الا ان تتقوا منهم تقاتا، یعنی حالت ترس واقعی میتواند استثناء باشد. یک آدم میبینی که واقعا هم یک حالت کار بزیره، یعنی در حالت وزمین قرارش دادن، یا ملای برآمده است پیش من گپ میزنم میگه حضرت در پدول در آوردن، ملای معروف همت نشناسیش، میگه میدونی چی کار میکردن؟ وقتی من چند بار نام گرفتم دیگه خودم ایزو کشیدم ای گپی گفتگیش. میگه همین قدر میگم همگی خطیم 4 منوت صحبت کرد، گفت من کوتاه میگم خودت بفهم دیگه گپ نزن، یعنی من چیزی تو میگوی میفهمم، من همه وضعیتی که تو میگوی درسته، تو یگان گپی که نمیگوی برای اینا غلط باشه، ولی اکنون من میگم تو گوش کن، خواهش میکنم گپ نزن. گفتم بله حضرت گپ زدم، من گوشت میکنم. گفت پدول فرو آوردنم، گفتن که ما میدونیم که می یعنی که امام علی پیشوای ملت جناب علی دزدای، یعنی که ظالمای قاتلای همه چیز است، ولی اگر تو همه حمایت نمیکنی بگیره. گفتن میگه در بلوچستان موندانم بروک ما پایان کردن، چی ما برداشتن، یا آدم درآمد میگه ماسکه کشدگی امیتا خیلی میگه کامera را گرفت، میگه گفت که کراشی نمیشه میگیریم موزی قرار بس، میگه اگر بخوای که اصلی نکنیم همتری یا 3 بار میکنیم تو اینکه مردم بفهمن که امیترش کاری کرده ایسن، و میگه به شکلش کرده که این فیک میک نیسته، یگان چیز نیسته، این همتری کرده ایسن. روی او آدمی چیره تمام نشون نمیتین گویا، ولی چهره این ملا را قطع همی میگم ترکن گفتن که برو. اگر ما یک وقت میفهمیم که تو یگان کار کرده این همین نوار نشر میشه، خودت چی فکر داری من چیکار کنم؟ گفتم همین خط تهمت ما را کردن، یگان کلمه همین راست بود؟ گفت نه. گفتم همین کارایی که میشوند گپ زده استم یگان چیز من تغییر داده است؟ نه. همین خط تهمت میکنن کردن بگیرن. میگه آخه تو تهمتی یگان ویدیو نداشتن، ایمن ویدیو نمیتری کردن، من چیکار کنم؟ با فکر تو چی بگم؟ انا ایره میشه فهمیده. فهمیده؟ انا این حالت بعضی افراد یعنی میتونیم فهمیده، ولی نه همه ترسه، نه همه اون چیزی که جدا کردن ترس ای واقعیت. منظورم انا همین است، باید هر یک آدمی ما باید بفهمیم در این قضیه باشیم. یکی ترس جانیه، یکی فایده شخصیه. این ترس جانی از فایده شخصی فرق کننده است. یا آدم میترسه یعنی که اگر همین کار نشود کشته میشود، برای حفظ جانش کار را انجام میده. اینا میتونم فهمیده. برای ریختن آب روش، یعنی که من ریزاندن خون انسان و ریزاندن آب روی انسان برابر میدونم، یعنی ترس جانی و ترس اعراض از، یعنی که آب رو و عزتی که انسان الله شرف داده است برای مرد و برای زن همون را از دست دادن، چی انسان بکشن چی آب روش بریزه، هرش یکی برای من. یعنی که حرام است ریزاندن خون مسلمان و آب روی مسلمان، یعنی مسلمان بر مسلمان حرام است. رسول اکرم میگه یعنی که حرام بودنش ظلم کردن به او و همه اون چیزی که یعنی که به یک مسلمان صورت میگیرد. پس ترس جانی که وجود داره در بعضی از انسان ها کاملا میشود فهمیده، برام من میتونمش فهمیده، ولی فایده شخصی کاملا فرق کننده است. ولی این بزایی که اصلا بسیارش به فایده شخصی میخوان کار کنن، کسی که برای نجات جان خود مجبور میشود که یک حالت انجام بتید میتونیمش فهمیده، اما کسی که برای پول برادرش میفروشد این دیگر ترس نیست، این بیزنس است، این تجارت است، این ترس نیست، این بیزنس است. شما بیزنس از ترس فرق کنید. یکی ترسی واقعی است که از ریختن آبرو از دادن جانش است، ولی دیگر ترس نیست، این فایده شخصی و بیزنس است. این دیگر ترس نیست بیننده گرامی، این تجارت است. باید مردم این دو چیز از یکدیگر کاملا فرق کنند. ششم چیزی که باید ما و شما باید خوب برای یعنی از بین بردن بزی فکر کنیم، اصلاح ساختاری، عدالت بهتر ای ترس ای. درست هر جامعه که، هر مردمی که، هر ملتی که، هر قومی که با ترس استوار میماند اون هلاک میشود. یعنی اون جامعه باید از ترس ببروید، اون جامعه باید خودش از ترس به شکل بیرون ببروه. تو حضرت موسی ترسی قوم شه با یعنی که مردم مجبور کرد که نمی نیل من میپرتم و اید فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. همون بنی اسرائیل که میترسید، همون بنی اسرائیل حضرت موسی نه ترسه اینما عصا را میپرتم دیگه کنه چیگه میشوه، در حالت با نشون داد که نه ترسید. ببینید نمی فرعون ظالم نمی خیلی من هلاک میکنم.
فهمیده ایسته؟ یعنی این دقت جدی باید بتیم. راه واقعیه که یعنی که باید ما و شما روش کار کنیم، یعنی که میگیم که اصلاح ساختاری برای ما، نظام باید عوض شود، عدالت بهتر از ترس. در این قضیه باید هر یک قدم ما و شما، هر یک نفر این ملت باید کار کند. یعنی قانون باید عادلانه باشد، محاکمه های دادگاهی باید شفاف باشد، جزای تهمتگران معین باشد، حفظ حقوق شهروند. دیگر یگان مشکل در جامعه وجود ندارد. اگر قانون در کشور عادلانه عمل بکنه، اگر یعنی که دادگاه ها واقعا هم محاکمه شفاف باشه و با پل و با یگان پاره یگان گپ نشه، بدونه یعنی که سودگر خریده نمی شود، بدونه همه جزای تهمتگر معین باشه، کسی را تهمت کرده اگر حفظ حقوق شهروند رعایت شود، تمام دیگه این قضیه کاملا از بین می رود. وقتی عدالت برقرار شود، نیاز به بزی و خبرکشی دیگه نمیموند، به دولت لازم نیست. ولی تو از وجود تروریست، از وجود آدمکش، تو از وجود دزد، از اینها تو اگر خبر نکنی، تو پس مسلمانی کامل نیست. یا آدم دیدی آدم کشته است، یا آدم دیدی دزدی کرده است، یا آدم دیدی تجاوز کرده است، یا آدم دیدی اگون کن اینها را خبر کشی نه رفتن نرسوندن، یعنی این جنایت است به ذات خودش. هیچ کس اینا رو نگفته است که شما نریم در مقامات خبر نکنی. ای من خودم ببینم اگر اینا رو نگم پس من مسلمان واقعی نیستم. اینا را شما کاملا فرق کنید از اون قضایایی که تو اینجا گفتم اومدم. پس هفتم چیزی که ما برای همه شما باید در این قضیه توبت است بگم، باید چیکار کنیم؟ دعوت به توبه عمومی کنیم. بزرگ گرامی باید توبه کنند. ما جامعه را به جنگ دعوت نکردیم و تا امروز به خشونت دعوت نمیکنیم. ما دعوت میکنیم توبه کنند. ما دعوت میکنیم در این ماه مبارک رمضان بزرگ اورنگوتنگ، یعنی که توبه کنید. عواقب اینا باید بفهمند، توبه کنند. هر کسی که گزارش بر دروغ دادگی میتواند اعتراف کند، در پیش الله اعتراف کند. هر کسی که پول گرفته است میتواند پول برگرداند. اگر پولم بر نگردانی توبه کن، لااقل توبه کن. هر کسی که ظلم کرده است میتواند ظلمش اصلاح کند، برات بگه من ظلمت کردم بخشش، حتما اون میبخشد. انسان تو ملتی ما بسیار ملتی بخشنده، ما بخشیدنمون امبول کود قرار گرفتیم، سمرقند بخشیدیم، بخارا را بخشیدیم، همه دولت داریم را بخشیدیم، اومدیم اوزی را برحمون بخشیدگیشیم، ظلم و دورا کشته ایستاسمون، یعنی ایتسته بخشیشمون است. خوب دره که الله سبحانه و تعالی کشادگی هیچ انسان نمیتواند همون در بند است، چون دروازه توبه مفتوح است. ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. الله توبه بنده را قبول میکنه تا وقتی جان به حلقم رسید. الله توبه بنده را قبول میکنه حتی تطلع الشمس من مغربها، حتی اینکه آفتاب از مغرب طلوع کنه، خودی از مشرق میبره در مغرب میشینه، وقتی که از مغرب آفتاب اومد دیگه او وقت توبه بنده قبول نمیشه. ان الله التواب الرحیم. الله سبحانه و تعالی توبه پذیر است، توبه را قبول میکنه. پس برای بس کردن بزی ما باید چیکار کنیم؟ وجدان رو بیدار کنیم، مال حرام از گرفتنش رد کنیم، اعتماد و باوری را برقرار باید بکنیم، عدالت اجتماعی را باید طلب کنیم، فرهنگی که داریم امروز باید فرهنگ بزی را عوض بکنیم. ترس با عدالت شکست میخورد. بله، وقتی که عدالت پایدار شد ترس از بین می رود، ظلم با روشنایی نابود می شود. بله، بزی با روشنایی نابود می شود. خبرکشی وقتی می مرد که جامعه دیگر در حالت عدالت باشد، وقتی خبرکشی از بین می رود که جامعه در حالت عادلانه باشد. اگر جامعه به حالت عادلانه قرار داشته باشد دیگر بزی از بین می رود. باید در قضیه هایی که ما بیان داشتیم ما باید بدانیم که از آن چیزی که قضیه های یعنی که بزی را یک پدیده سیاسی که رحمانوف میان جامعه میان مردم جایگزین کرد، باید بگیم که این یک پدیده سیاسی است که به خاطر حفظ قدرت این کار انجام داده رحمانوف. پس باید بدانیم که لحظه که انسان با خودش میسته و فکر میکند، چون که الله سبحانه و تعالی میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که برای انسان نه مال و نه فرزند فایده میرساند، روز قیامت
نه مالت فایدت میرساند، نه فرزندت فایدت میرساند، مگر کسی که با دل پاک نزد الله سبحانه و تعالی بیاید. آن روز قیامت پول گرفته شده کمکت نمیکند، آن روز منصب حمایتت نمیکند، آن روز امضای بر دروغ یعنی که پنهان کرده و راپورت و اون چیزی که نوشته کمکت نمیکند. هر تهمت که انجام داده روبرو میشه، هر گزارش بر دروغی که نوشته خوانده میشود و میگد که تو در اینجا تهمت کرده. لا ظلم الیوم، روز قیامت ظلمی نیست. هر اشک جوانی که تو ترسانده او را شهادت میدهد بر علیه. پس باید بدانی ای بز که پیامبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که انسان را در قبر می نشانند و می پرسندش. آنجا کسی نیست که بگوید من فرمان داشتم، نمیتونه بز بگه که من پریکاست داشتم. آنجا کسی نیست که بگه من مجبور بودم که بزی کنم، برای منصب این بزی را انجام دادم، برای منصب این ظلم انجام دادم. آنجا تنها حق است و نمیگویی مگر سخن حق و آن چیزی که از تو پرسیده می شود. پس باید ای کسانی که شاید امروز ما رو میشنوی و میدانی که تو هم در این زنجیره و در این افراد بز قرار داری و همراهی بزان بودی و همراهی بزان امروز هستی. من ترا تحقیرت نمیکنم، من ترا لعنتت نمیکنم، من ترا به توبه دعوتت کرده ایسم. میگم در این ماه مبارک توبه کن، از این عملی بدت بازگرد قبل از آن که دیر شود، قبل از آن که وقت از دست بدی. پولی که گرفتی برگردان اگر میتونی، اگر نمیتونی بالا با پاسی پول گرفتگی، ولی دیگه از این به بعد بزی نکن. حقی را که یعنی که حلال کسی را که خوردی یا اینکه چیزی را انجام دادی دوباره اگر میتونی بر بگردون، اگر میتونی، اگر نمیتونی توکلت به خدا. نام کسی را که سیاه کردی اگر امکان داره به شکل نامش سفید کن دوباره. این وظیفه ایت است. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر برای ما خیلی زیبا و واضح برای ما فهمانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی برای دقیقاً تو بوزی اورانگوتانگ یک برادر و خواهری که تا امروز بوزی کردی، این الله در سوره زمر آیت 53 برای دقیقاً شما افرادی که بوزی میکنید بگو ای بندگان من، قل یا عبادی الذین اسرفوا، بگو ای بندگان من که برای خود یعنی اسراف کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید. کارهای انجام دادید که اونها بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی نفس خودتان به هر حالهای کارهای انجام دادید، جنایت و کارهای ظلم و جنایت کار انجام دادید، پس ناامید نشوید. همان خدا همه گناه میبخشد. الله تنها شرک نمیبخشد، ولی اگر تو توبه واقعی کنی در این ماه مبارک رمضان، الله تو را میبخشد و میبینی که چقدر خاندان تو پر از فیض و برکت و پر از نور می شود. الله همه گناه هم میبخشد، حتی ظلم اگر توبه حقیقی باشد، حتی مال حرام هم که تو خورده اگر برگردانده شود و اگر نتوانید برای بگویش که من غلط کردم، من نفهمیدم، الله میبخشد را، چون رحمت الله وسیع است. برای اون شخص تو نداشته باشی خداوند عوضی بهتر و بیشتر میتید. حتی تهمت هم اگر اصلاحش کرده بتونی الله میبخشد را. ما جامعه‌ای که روی ترس استوار باشد نمیخواهیم. ما ملت ترسانچک و ترسو و بزدل نمیخواهیم. ما جامعه خبرکش و بزد نمیخواهیم. ما جامعه‌ای که شبهه میکند از یکدیگر نمیخواهیم. ما جامعه‌ای که عدالت در اون استوار است میخواهیم. ما جامعه‌ای که به یکدیگر باور میکنند میخواهیم. ما جامعه‌ای میخواهیم که مسلمان با مسلمان در امان زندگی کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان شخصی است که مسلمانان از زبان و دست او امین باشند. مسلمان انا همین است. اگر از زبان ما تهمت برآید ما در امان نیستیم. اگر از زبان ما بزی برآید ما در امان نیستیم. اگر از دست ما ظلم بیاید ما در امان نیستیم. پس باید هر یک قدم ما و شما در این قضیه ها خوب باید با دقت باشیم.
در قضیه طبابت بزها و سیاسی بودن و وضعیت و حالتهای گوناگونش گپ زدیم. میخواهم در قضیه علمای دین، برای واقعا هم خیلی دردناک است این حالت و این واقعا، ولی باید در قضیه و افرادی که اونها علمای دین هستند و اونها یعنی خدمتگار دین هستند، برای اونها باید من یک کمی یعنی صحبت کنم تا اینکه اونها هم در قضیه بفهمند. یعنی که خطاب به مردم عادی نمیگم، مردم عادی و بزان و شخص یعنی که شکل سیاسیش بیان داشته شد. یعنی خطاب به علمای دین، خوب با دقت باشید. شما که قرآن میخوانید، شما که کلام الله را خوب بفهمید، شما که حدیث میآموزانید و میخوانید و آگاهید، شما که مردم شما را وارثان انبیا میدانند و میخوانند، شما که در منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته اید و موعظه میکنید. منبر امانت است. منبری که بالای آن قرار داری، آن منبر امانت است، نه ابزار و نه جای برای شکم پر کردن و خدمت ظالمان. منبر جای گفتن حق است یا جای آرام کردن وجدان ها؟ کدام است؟ عالمی ها سوال به شما علمای ملت. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره آل عمران آیت 187 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا اخذ الله میثاق الذین اتوا الكتاب لتبینه للناس ولتمکننه. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه آل عمران واقعا به وضوح فهمانده است که و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب، و چون خدا یعنی از کسانی که کتاب داده شدند برای آنها عهد و پیمان گرفت که آن را برای مردم بیان کنید و پنهانش ندارید. شما وقتی که کتاب قرآن برای شما داده شد، پس شما باید برای مردم بیانش بدارید، نه اینکه آنچه که الله گفته است اون پنهان دارید. از این آگاهی دارید. این پیمان و این عهد تنها به اهل کتاب یا که مسیحی و یعنی که نصارا نیست، به نصارا و به یهود نیست، این به هر کسی که علم دارد است. چون قرآن کتاب یعنی که ما مسلمان هاست و این شما فکر نکنید که این به اهل کتاب خطاب است، این به تمام امت اسلام خطاب است و به تو هم ای عالم این خطاب الله برای تو بود. کتمان و پوشاندن علم گناه کوچک نیست، پنهان کردن حق یک فاجعه است. ای عالم این ملت خوب بدان من کتم علما الجمه الله بلجام من النار یوم القیامه. شخصی که علم پنهان کرد، خداوند بلجام آتشین در روز قیامت در زبان اون کشیده می شود و در آتش جهنم انداخته می شود. آیا این حدیث شما را نلرزاند؟ آیا از این حدیث آگاه نبودی؟ پس علم به جرأت اصلا ارزش ندارد. وقتی که انسان علم می آموزد باید علم جرأت داشته باشد. چرا؟ چون که علم نور است و نور لا یعطی لعاصی. علم نور است و علم به شخصی عاصی و گناهگار داده نمی شود. شما که خوب می دانید که ظلم حرام است، تهمت حرام است، خوردن مال مردم بناحق حرام است، ترساندن بیگناه حرام است، تهمت کردن خبرکشی گناه است. پس وقتی جوان را با عیب‌های بر دروغ می ترسانند، چرا در منبر تو خاموشی؟ هی وارث پیامبر، ای آن شخصی که خود را عالم دین میدانی و در منبر رسول اکرم قرار داری، وقتی جوان را به عیب‌های بر دروغ میترسانند و تهمت بالایش میکنند، چرا در منبر رسول اکرم تو خاموش هستی؟ وقتی مردم از ترس به همدیگر بدگمان میشوند، چرا منبر تنها سبب را تبلیغ میکند که معناش خاموشی است؟ چرا تو مردم به آرامی دعوت میکنی و نمیگویی که عدالت باید برقرار شود؟ چون که من وارث محمد صلی الله علیه و سلم هستم. صبر بر حق یک چیز است. واقعا وقتی که انسان صبر میکند، صبر در حالت نیست که انسان کار به استهان برسد و اون صبر کند. این صبر نیست، این واقعا هم حماقت و این واقعا هم غلامیت است. این صبر نیست. خاموشی در برابر ظلم این صبر نیست. خاموشی در برابر ظلم این چی است؟ چنانکه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم گفت که در بالا برایتون گفتم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. گفت الله ولا ترکنوا الی الذین ظلموا
یعنی که واقعا برای هر یک عالم این آیت باید تکان دهنده باشد. و سوی ظالمان میل نکنید که آتش شما را فرا میگیرد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما میل نکنید به سوی ظالمان که آتش شما را فرا میگیرد. میل تنها دستگیری نیست که تو دستگیریش کنی، میل سفید کردن ظلم است. ای عالمی که بالای منبر محمد صلی الله علیه و سلم قرار داری، میل چی است؟ سفید کردن ظلم است. میل با آیات و حدیث آرام کردن مردم به نفع قدرت رحمان و فضل. میل استفاده دین برای حفظ نظام ظالمانه و طاغوتی رحمان و فضل. این آیت به شما والله دخل دارد. می توانید ببینید در تاریخ عالمان بودند که زندان را انتخاب کردند ولی سخن باطل را قبول نکردند. زندان را قبول کردند، مقام بالای وظیفه را قبول نکردند. امام ما و شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندان به شهادت رسیدند، اما حق را گفتند، از حق نگذشتند. چرا؟ چون که اونها خود را وارث محمد میدانستند، نه اینکه یک ترسوی یک ابله بالای منبر پیامبر نشسته. امام احمد ابن حنبل وقتی حاکمیت میخواست عقیده را با مردم تحمیل کند که او رد کرد در مورد مخلوق بودن قرآن، او را زدن، او را زندانی کردند، اما این او منبر را نفروخت. او منبر رسول اکرم، او منبر محمد را نفروخت. چرا؟ زیرا او میدانست که علم امانت است. امروز از شما کسی نمیخواهد به زندان روید، اما حداقل طلب میکنید که باطل را حق نگویید. همه کار کرده میتونید که نمیخواهید زندان رفتن، چون که حب دنیا و کراهیت موت چشم شما را کور کرده است. ولی لااقل از حق حمایت کرده میتوانید. اگر میترسید، بله میدانیم ما، چون که در بالا گفتم و سخن یک عالم را که همه میشناسند بیان داشتم، ترس طبیعیه. در یگان یعنی یک اینستینکتی ترس هر یک انسان دارد، اما سوال است همیشه اگر میترسید چرا وظیفه منبر نگاه میدارید؟ وظیفه را بسپر، اون وظیفه امانت است و امانت خواری روزی قیامت است. هر یک عالم باید بداند اگر نمیتوانی حق بگوی، حداقل یعنی که تحریف نکن، دروغ نگو، اون چیزی که الله گفته است اونم به نفع رحمان و تحریف نکن. اگر نمیتوانید یعنی که ظلم محکوم کنی، حداقل ظلم سفید نکن. اگر محکوم کردن ظلم نمیتونی بگوی این جنایت است، لااقل ظلم سفید نکن. منبر جای امانت است، منبر جای ترغیباتی یعنی که رحمان و حکومت ظالمانه اون است. شما خوب میدانید علمای دین روز قیامت می آید و شما را میپرسند و از آن هر یک کدامی من و شما آگاهی خوب داریم. وقتی ظلم میدیدید چی میگفتید؟ وقتی الله میپرسدتون وقفوهم انهم مسئولون، میگه الله بخزون این عالمه. وقتی میبیند که ای ملا تو ظلم میدیدی چی گفتی؟ وقتی تهمت میشنویدید چی میگفتی؟ وقتی که مردم میترسیدن شما آنها رو به چی دعوت کردید؟ از هر یک کدام ما و شما الله میپرسد روز قیامت. آنجا نه عنوان میماند، نه مقام، نه امتیاز، هیچ چیزی ما و شما دیگر سود نخواهد کرد. ما را همتون از این خوب آگاهی دارید. آنجا تنها جواب بماند که باید جواب بگوی و ظلم در روز قیامت نیست. لا ظلم الیوم، روز قیامت هیچ ظلم وجود ندارد. پس با وجدانتون و وجدانی که دارید با خودتان همون سوال برای خودتان بکنید. شاید امروز احترام داری، شاید امروز تلخ محافظ و منتبع و دوستدار و پیرو داری، شاید امروز یعنی دسترسی به بسیاری از چیزا داری، اما اگر دین برای حفظ ظلم استفاده کنی، تاریخ برای تو چی می نویسه؟ نامیتره چی میگوین؟ یا خدمتگار قدرتت میگن، یا شخصت میگن چاپلوس، یا عالمی دربارت میگن. آیا تو میخواهی که همین شکل نام تو در تاریخ این ملت مثبت گردد؟ واقعا این سخن علمای گرامی دشمنی نیست، این دعوت به بیداری است. تا اینکه میخواهم شما بیدار باشید، بگذار مردم ببینند که علمای دین از حق میترسند، نه از حاکم. من نمیخواهم که علمای دین در این منبر هرگز چیزی بگم، چون که علمای دین احترام خاصی در نزد من دارد. بگذار منبر دوباره جای راستی شود. بگذار شما انتخاب کنید با عدالت بودن یا با ترس. اگر با عدالت باشد پس بدانید که ای اقرب للتقوا، و تقوا و با واقعیت اصل این نزدیکتر است. پس هرگز در این قضیه نباید که کوتاهی داشته باشه.
در نهایت یا پایانی این صحبتم میخواهم در قضیه های دیگر هم صحبت داشته باشم. خاصتا خطابم به مادران و همسران مقامداران است که قضیه خیلی مهمی را مادران ما میتونن انجام بدن. مادران گرامی، شما ستون خانه هستید. شما میتوانید پیش ظلم بگیرید. ای مادر گرامی، ای خواهر عزیز، ای همسران مردانی که در مقامات امنیت و قدرت، شوهر، برادر، یعنی نزدیک، فرزندت کار میکند. این سخنی نیست که من ترا عیدار کنم، شما را تحقیر کنم، یگان گپی بدتون بگم. این سخن احترام و نقش شماست که شما زن هستید. شما در پس هر مرد هستید. ای زنان، شما آرامی خاندانید. ای زنان و مادران و خواهران گرامی، شما وجدان شبانه هستید. شما آن کسانی هستید که مرد پس از یک روزی سخت به نزد شما برمیگردد و شما آرام کننده این مردان هستید. میگویند مرد را مرد میکند زن و نامرد میکند این زن. این سخن بابا و پدران ما و شماست که هر یک مرد و زن از این آگاهی دارد. این تنها یک مقال نیست، این واقعیت حال است که همه میدونم. سوال عادی به هر یک مادر و خواهر، شما مادرید، از این میدونیم و خود شما هم میدونید که شما مادرید. اگر فرزند شما روزی بیگناه عیبدار شود، اگر با تهمت بر دروغ بازداشت شود، اگر از او با ترس و فشار پول بکنند بگیرند مقامات، آیا دل شما طاقت میکند که فرزند با همین ظلم برن، بزنن، پاپیت کش کنن، پیت کش کنن، شکنجهش کنن، آزارش بتین، دست سرش کلیانکا بکشن، دست سفید بزننش، در هر کجاش تاک مونن؟ دل طاقت میکنه؟ البته نمیکنه. پس وقتی میدونی ای مادر و خواهر گرامی که در همین جامعه جوانهایی هستند که چنین حالت اثر میگذرانند، آیا میتونید که آرام باشی؟ آیا میتونی که آرام باشی؟ یا اینکه میتونی شوهرت، پدرت، برادرت، نزدیکت خبر کنی که تو ظلم نکن بچهای مردمه؟ این تو میتونی کار کرده اگر در حالتی که استوارانه عمل بکنی، ولی باید انجام بدی. مادر و خواهر گرامی، اینه تو میتونی. لقمه یکی به خانه میارد، اون تنها پول نیست. یا لقمه یکی شما میخرید، تنها پول نیست. این فراموش نکن مادر گرامی. اون چیزی که لقمه تنها پول نمیتونه باشد. لقمه شاید کسی بگه که ما نمیدونیم چی میشود، بله، اما شما میدونید که لقمه خانه تنها پول نیست، برکت است. رسول اکرم میگه کل جسد نبت من سحت فالنار اولی به. هر بدنی که از گوشت حرام تغذیه گرفته است، پس آتش جهنم بر او اولاتر است. الله سبحانه و تعالی در مورد یعنی ظلم، واقعا برای ظالمان بدترین مأوا و جایگاه را در جهنم معین کرده است. هر شخص ظالم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است که اتقوا دعوة المظلوم فانها لیس بینها و بین الله حجاب. از دعای مظلوم بترسید، زیرا میان آن و خدا پرده وجود ندارد. فکر کنید های مادر و خواهر گرامی، های همسری امنیتی و ملیسه، اگر مادر شبانه گریه کند، اگر خواهر برای برادرش دعا کند، اگر کودک با اشک بخوابد، آن دعا کجا می رود؟ یک بار مادر گرامی، خواهر گرامی دقت کن. اون شهروندی که شوهرت، برادرت، نزدیکت زندانش کرده است، اون زن دارد، فرزند دارد، مادر دارد، پدر دارد، همه اونها دعا میکنند. حتما تو که جزوی زندگانی این مردی امنیتی و ملیسه هستی، تو هم جزوی زندگیش هستی. پس دعا بر تو با فرزندانتون هم تأثیر دارد. بله تأثیر دارد. پس بی ترسید از دعای مظلوم. بین او و بین الله پرده وجود ندارد. بله، ما در تاریخ قصه های زیاد میدونیم که زنان خدمت های زیاد کردند. زنان در رکاب رسول اکرم همدوش یک جا بودند با رسول اکرم. زنان را میدونیم که شوهر شکشتن، برادر شکشتن، دو فرزند شکشتن، ولی اشک نریخت. ولی گفتند که رسول اکرم در حالت وزمین، یعنی که زخمی شده است، اشک میریخت و حفاظت میکرد. چرا؟ گفت که شوهر من بمبره، برادر من بمبره، فرزندان من بمبره، بعد این تأثیر نمیرسد. ولی من نمیخواهم پیامبر اسلام
محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا بگذرد و این دین تکمیل نشده ما به حالت بد گرفتار باشیم. شما هم در این دنیا بهترین مادران و خواهران میتوانید باشید و چنانه که رسول اکرم میگه کمک کن برادرت ظالم یا مظلوم. خوب میتونه من بگم کمک کن شوهرت سالم یا مظلوم. بعد گفتن رسول خدا خب ظالم مظلوم کمک کرده میشه ولی ظالم شوهر دستی برادر طبقه بگو ظلم نکن دیگه مردم. این دردی که فعلا تو داری، این مصیبتی که تو داری، این بیخوابی که شبها خوابت نمیبرد، این دردی فرزندانی که داری، همه از اون ظلم های فرزند نزدیک برادر تو که مردم بیگناه از ظلم داره و تو میتوانی دستش بگیری بگو انصر اخاک ظالما او مظلوما. دستی برادر یا شوهر تا بقب تا بگو ظلم نکن دیگه. یک روز در یک قصه آمدگی است که یعنی یکی از امیرها خب یک حاکم یعنی که با یک روزی وزمین به خانهش برگشته همسرش از او پرسید که امروز چیکار کردی؟ گفت قانون را اجرا کردم. قانون اجرا کردم. زن گفتش که قانون اجرا کردی یا وجدان تا خاموش کردی؟ فکر کرد که رئیسی یعنی رئیس دوشنبه خیر رستمه رئیس یک ناحیه تاجیکستان به خونهش برمیگرده و زنش میپرسش که چیکار کردی؟ میگه قانون اجرا کردم. قانون ماده 307 زندانی کردم، مردم مسجد را کریس کردم، از اونها را منع کردم، همه ایسه رحمان رو میگه قانون اجرا کردم. زنش میگه قانون اجرا کردی یا وجدان تا خاموش کردی؟ این کلمه است که اگر مردک مرد باشه میتونه که بکفه دیگه نمیتونه آرام باشه. میگه همین گپی گفتگیش از امارت رفت. سحر رفت نوشت که من دیگر امیر نیستم، امیر دیگر مرد آدم امانه تا اینکه من دیگر نمیتونم که وجدان ما خاموش کنم. تو را میتونی مادر گرامی، خواهر گرامی و شوهرت و برادر به نزدیکت به خاطر من کردن از ظلم کار انجام دهی. واقعا آن چیزی که این زن گفت یک جمله عادی نبود که امیر تا صبح خواب نکرد و صبح استعفا داد. زن میتواند با یک جمله مرد از راه ظلم باز دارد. شما قدرت دارید مادران خواهران گرامی. شاید فکر کنید من در وظیفه نیستم، اما شما در خانه مقام دارید. شما وزیر داخلی خانواده هستید. شما میتوانید بگید من نمیخوام زندگی با اشک دیگران آمیخته باشد. شوهر تا بگو من نمیخوام که زندگی که من میکنم با گریه دیگران یعنی که آمیخته باشد. منصب فرداست اما آخرت ابدی است. عدالت از ترس بالاتر است. این همه باید خوب بداند و تو میتوانید که این کلمه را با زیبایی بگویی. بسیار مردان بیرون از خانه سختند اما در خانه با سخن و با گپ همسر گوش میتین و میگن خب همسر من میگه میگه من نمیکنم این ظلم دیگه. مادر میدانیم که اولین معلم است. فرزند از شما میآموزد. اگر شما با او بگید که بهتر است راست باشی، حتی اگر منصب از دستت برود آنگاه او میفهمد فرزندت که عدالت از قدرت بالاتر است. اگر شما خاموش باشید او فکر میکند که ظلم یک چیز مقرری است. مادر گرامی خوب با دقت باش. روز می آید که نه منصب میماند، نه حمایت میماند و نه محافظ میماند و نه پلها. آن روز از هر یک مرد میپرسند اما از هر یک زن هم میپرسند. آی مادر و خواهر گرامی خوب با دقت باش. آیا تو میدانستی؟ آیا تو نصیحت نکردی؟ آیا تو راضی بودی؟ چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای آن کسانی که ایمان آوردید خود و اهل خود از آتش جهنم نگاه دارید. این آیت تنها برای مردان نیست. این آیت و اهلیکم گفت به زنها هم داخل دارد. مادران خواهران گرامی خوب با دقت باشید. شما می توانید پیش ظلم گیرید. واقعا هم زنای این ملت می توانند پیش ظلم گیرند. تغییر ای کوچه سر نمی شود. تغییر ای خانه سر می شود. ای زن و مادر گرامی، اگر در هر خانه همسر بگه به شوهرش به کسی ظلم نکن، مردک از خدا بت است به کسی ظلم نکن، آنگاه باور کنید جامعه ما اندش بگه
مال شبهناک به خانه نیار بچمه، آنگاه برکت به خانواده برمیگردد. پس باید بدانی ای خواهر عزیز و گرامی، تو آرزو داری که فرزندت با سر بلند زندگی کند. تو نمیخواهی نام خانه‌ات با ظلم پیوست شود. تو نمیخواهی دعای مظلوم در زندگیت تأثیر کند. پس امروز سخن بگو ای مادر و خواهر گرامی، با آرامی ولی با قاطعیت، با احترام ولی با حق. دعای جنبستی که ما و شما باید همیشه در خانواده هامون بکنیم تا اینکه الله برکت در خاندان ما متوقف ساختن شوهر، برادر، فرزندت را از ظلمی که در مقام آورند، چون این موقتی است، این هرگز ادامه پیدا نمیکند. از الله سبحانه مردان ما را براستی استوار گرداند و زنان ما را سبب اصلاح و رحمت مردانمان قرار بتید و فرزندان ما را از ظلم دور نگاه دارد. واقعا زنان اگر خواسته باشند در تغییر جامعه کارهای زیادی را انجام میتیند. این یگان جای شک و شبهه در آن وجود ندارد. یک خطاب کوتاه به مقامداران و ملیسه ها و امنیتیان میخوام بکنم که این نهایت آغازین برنامه است. ای ملیسه ها، ای مقامداران، ای کسانی که لباسی یعنی نظامی با بردارید، این سخن دشمنی نیست. من دشمن نیستم با شما. این سخن جنگ نیست. این سخن یک یادآوری و یک تذکر است، چنانه که الله میگه فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین. ما و شما یک ملتیم، ما از یک خاک هستیم، ما یک تاریخ داریم، ما فرزندان یک مادریم که آن تاجیکستان است. فرق ما تنها در وظیفه است، نه در ملت. قدرت ابدی نیست. شما خودتون خوب میدونید که قدرت ابدی نیست. هیچ قدرت ابدی نیست و ابدی نخواهد ماند. هیچ منصب جاودانی و همیشگی نیست. هیچ دوره بی پایان نمیماند. تاریخ گواه است. رئیسان میروند، رئیسان میآیند، رئیسان عوض میشوند، حکومت ها عوض میشود، نام ها در کتاب ها میمانند، اما آدمان میروند دیگر. اما یعنی همه آن چیزی که هست تغییر خورنده است، اما ملت باقی میماند. فردا وقت زمان دیگر میشود، وقتی رحمانو فرار میکند، وقتی رحمانو میمیرد، ما و شما باز همسایه خواهیم بود. ما و شما در وطن عزیزمون زندگی میکنیم، باز در یک کوچه زندگی میکنیم، باز فرزندانمون در یک مکتب میخوانند. پس سوال این است، آیا ما میخواهیم که با کینه زندگی کنیم یا به احترام؟ ظلم خاطره میسازد، در ذهن انسان میماند آن ظلمی که شما انجام میدید. شاید امروز وظیفه شما را مجبور میکند که سخت باشید، شاید میگویند این امر است، اما بدان ای مقامدار، ای ملیسه، ای کارمند امنیت، ای کارمند ششم دل، هر بی‌عدالتی خاطره در پمیت مردم باقی میماند. هر تهمت در فکر و خیال مردم باقی میماند. هر اشک مظلوم یک روز به سخن تبدیل می شود و آن زبان می برارد و آن روز که وضع دیگر شد، نه همه چیزها را می تواند این مردم فراموش کنند. قانون امانت است، در این هیچ شکی نیست. قانون برای حفظ مردم است، نه برای ترساندن مردم. وقتی قانون عادلانه استفاده می شود، اعتماد و باوری بالا می رود. وقتی قانون واسطه فشار می شود، اعتماد می شکند و جامعه‌ای که اعتماد ندارد استوار نمی ماند. شما نیز پدرید، برادرید، پسرید، شما تنها کارمند نیستید آخر کو. شما پدرید، شما برادرید، شما پسری یک مادرید، شما پسری یک پدرید. در این همه معلوم است و آگاهیم. اگر روز فرزند شما در حالت قرار بگیره که شما امروز دیگران را در آن قرار داده ایستاده، چی احساس به خود رخ میدهد؟ این سوال سخت است، اما این سوال وجدان است. سیاست می آید و می رود. شاید امروز فکر کنید که سیستم قوی است، شاید فکر کنید که هیچ کس تغییر نمی یابد، اما تاریخ میگه همه چیز تغییر می شود. آن چی باقی میماند نام انسان است و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تنها الله است که باقی میماند. بدان شرف برای انسان خیلی مهم است، وجدان انسان این خیلی مهم است. پس شما را به عصیان دعوت نمیکنیم،
به سرکشی دعوت نمیکنیم، ما شما را به شکستن قانون دعوت نمیکنیم، ما شما را به یک چیز دعوت میکنیم که اون عدالت است. اگر قانون رو اجرا میکنید عادلانه اجرا کنید، اگر وظیفه دارید به تهمت اجرا کنید، اگر بازپرسی میکنید به تحقیر و به شکنجه انجام دهید، اگر قرار میگیرید وجدان را نیز در نظر گیرید. وقتی کار میتونید انجام بدید وجدانتان را فراموش نکنید. ما و شما ای امنیتی و ملیسا آینده مشترک داریم. فردا وقت زمان دیگر می شود ما و شما باز در یک کشور خواهیم زندگی کرد. بهتر از امروز پولی که شبهه دارد آن همو پول نگی تا فردا با سر بلند زندگی کنی. بهتر از امروز تهمت نکنی کسی را تا فردا با احترام زندگی کنی. بهتر از امروز وجدان تا انتخاب کنی تا فردا از گذشته شرم نکنی. ما و شما یک ملتیم و سیاست ابدی نیست، قدرت ابدی نیست، اما ملت باقی میماند. بگذار وقت این دوره گذشت میان ما دیوار کینه نباشد. بگذار فرزندان ما نگویند آنها بر ضد یکدیگر بودند. بگذار که فرزندان ما بگویند آنها وجدان را انتخاب کردند. بله، ما و شما اگر که خواسته باشیم میتوانیم با هم باشیم، میتوانیم عدالت را رعایت کنیم، میتوانیم قانون را رعایت کنیم، نه این که فرمانهای نانوشته رحمانوف و عائله کثیف و پلیدی او را. خب واقعا بیننده عزیز و گرامی، آن چیزی که ما و شما را همیشه در یک حالت خیلی وخیم و بد قرار میداد، این هم همین حالت بوزی و همین حالتی که جامعه عربیه اصلا ناامیدی قرار داده است بود که تا امروز ما همه آن حالت ها را دیدیم، همه اینها را فهمیدیم و خب دیگر امیدواریم که الله سبحانه و تعالی تمام آن چیزی که گفتم برای مردم یک فهم، یک وعی خوب باشد تا اینکه بتوانند واقعیت و حقیقت ها را بفهمند و برای جامعه کار انجام دهند. خب این قسمتی اول برنامه ما بود. الحمدلله که امروز یک کمی خواستیم طولانی تر در قضایای عمومی صحبت کنیم تا اینکه ملت و مردم از واقعیت هایی که باید بفهمند و باید آگاه باشند از حکمت و پند و آیات و احادیث کمی بهره ور گردند و از تأمل آنها بهره روحی و معنوی ببرند. خب این قسمت اول برنامه بود و الله سبحانه و تعالی قبول و اجابت از ما و شما قبول نماید و خداوند ما را در بهترین وضعیت و حالت قرار بدهد. و دیگر همیشه در برنامه منبر مهاجر قضیه هایی که مربوط به تاجیکستان است سخن میگیم و امروز دیده ایستادید که در دنیا چی وضعیت و حالت می رود و هجوم به کشور ایران از طرف همپیمانانش امریکا و اسرائیل ادامه دارد و ایران هم به آنها هجوم و خوب دیگر هجمات خود را ادامه دارد و دیدیم که واقعا هم یعنی هجوم هایی که صورت گرفت سبب کشته شدن راهبری روحانی و لیدری ایران گشت که خوب می توانیم تسلیت خودمون با مردم ایران عرض کنیم. البته این یکی از ما با عقیده، ما با مذهب، ما با هیچ مسئله اون کار نداریم و آن چیزی که برای هر یک راهبر می تواند الگو باشد این استواری و ایستادن در خاک خود و در خاک خود کشته شدن هست. این است یعنی راهبری موفق. ولی یگان راهبر امروزه کشورهای گوناگونی که میبینیم از کشورهاشون فرار کردند ولی اونها دیگر برنگشتند به استثنای خیلی کم، یعنی در پاکستان ممکن شده از نواز شریف همینا دیگر بدون استثنا همین هر کسی که کشورش گرفت دیگر دوباره بر نمیگرده، دیگر رنگ هر دو گوشاش وطنش میبینه. با همون خاطر واقعا مردانه ایستادن و مردانه کشته شدن این کاری یعنی آسان نیست و اینا میگن راهبر واقعی که مردانه ایستاد و مردانه کشته شد، یعنی کشته شدنی مردانه گپ رفته است، یعنی در وطن خودش ایستادن و در وطن خودش کشته شدن. این کاری هر یک یعنی که آدمی بی عقیده نیست، بله عقیده. انا همینجا است که میگم انسان وقتی اعتقاد و عقیده دارد اون مثبت و استوار است، در همین سگجکشی اول نمیگریزه اونجا بروه. و همون خاطر است که بارها با همه جوانان میگم که عقیده باید داشته باشید، عقیده باید داشته باشید تا اینکه داشتن عقیده مهمترین چیز است. انسان وقتی رحمانوف
مثلا مردم ایران مردم دعوت دارن، مردم ما به خیابان ها خیسیسن. این رحمانوف پدنالا تازی اگون همی یعنی که رگتکه قطعه که بزنش که جونش ببروی لعنتی را. پس مردم میبرویند در حمایت همین رحمانوف، هیچ کس نمیبروید در حمایت رحمانوف. در حالتی که یعنی که دیده ایستادید که چگونه مردم با شعار جمع میتونن کرده، چگونه با اعتقاد میتونن مردم جمع کنن. ولی رحمانوف یعنی که اصلا یگان گفت گپا شکلی نیست که اون مردم چیکار کنن درباره اون جمع شوند. چرا؟ چون رحمانوف یک پلید و یک کثیفی است که همه انتظار مرگی یعنی او هستند. به همون خاطر باید استوار بودن در عقیده و راسخ ماندن در عملکرد مهم هست. وقتی انسان در عملکردش راسخ و قوی هست، پس هیچ مشکلی برای او دیگر وجود ندارد. همه آن چیزی که هست، اون چی است؟ اون تغییر خورنده هستند. مگر انسان قوی اراده و آنی که میتواند در وطن خودش بیستد و مردانه کشته شود یا به شهادت برسد. خوب، الله سبحانه و تعالی آرامش به همه کشورها خاصتا به مردم ایران و افغانستان بیارد، چون ما هیچ وقت نمیخواهیم یعنی خون مردم ایران، خون هم ملتان ما ریخته شود و ما از این قضیه خیلی واقعا هم غمگینیم و الله سبحانه و تعالی امنیت و آرامی را برای مردم ایران و برای مردم افغانستان و برای مردم پاکستان نصیب کند تا اینکه به شکل آسوده و به شکل آرام زندگانی خوب داشته باشند و خداوند شهیدانی که از آنها در این هجمات کشورهای امریکا و اسرائیل بود، خداوند شهادت اینها را قبول کند و الله سبحانه و تعالی چون این شهادت را برای هر یک مردی باننگ و باناموس نصیب و روزی کند که شهادت والاترین مقام و مرام است که هر یک انسان آن را آرزو دارد. خوب، بیننده عزیز و گرامی، از آن هفته گذشته در قضیه اصلاح خوب میتونیم بگیم در قضیه 25,000 یعنی 5 نفر در 25,000 فعلا شدن، ولی 2 نفرش یعنی که کارش انجام داد، 3 نفرش نه. مقصد یعنی که حالا فعلا 5 نفر شد، یعنی بله، یعنی 5 نفر در مقطع 50,000 همون یعنی که 3 نفر تا به حال باقی مونده است و دیگر هیچ یعنی که کار نشده است در این زمینه. امیدوارم که انشاءالله خوب میتونید فهمیده. سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر زهیر. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شیخ محمد قادر انشاءالله خوب هستید؟ تشکر برادر، خوبه امرو؟ روز اوقاتی بخیر انشاءالله. سلامت باشید، الحمدلله خوبیم. بفرمایید. برنامه شما گوش کردیم، همین از طرف دینی خیلی خوش رو فهموندید، مسئله بوزها حالتاشون خوش رو فهموندید. اگه من گفتنی بدم که آنهایی که بوز هستن آنها عادتا میگن که ما اول تاجیکیم بعد مسلمانیم میگن. من همین پرسیدنی بدم که همین برای همه انسان ها زیبنده هست که گوین که تاجیکا بوزن، یا اگر ازبک باشد مثلا گوین که ازبکا بوزن، یا پامیری باشد پامیری بوزن. همین او خودش به خودش همین ناموس قبول داره نه که ملتش بوز میشد، یا مثلا گوین که اینا هم تاجیکا بوزن، همون چند خودش همین چیز قبول میکند؟ واقعا چنانه که میگن آدم کش دین مذهب ملت ندارد، این همه میدونن. یعنی قاتل میتونه که قاتل مسلمان باشد، قاتل کافر باشد، قاتل مشرک باشد، قاتل زردشتی باشد، قاتل امریکانس باشد، قاتل تاجیک باشد، هر یک یعنی قاتل چی ندارد؟ ملت دین نجات ندارد، یعنی آدم کش خلاص یک. بله. و عملی بد میگفتگی، یعنی ما ایره هیچ وقت باید فراموش نکنیم که مسلمان امکان دارد زنا کند، مسلمان امکان دارد یعنی شراب خورد، مسلمان امکان دارد قتل نفس کند، ولی مسلمان یک کار نمیکنه. چی است اون؟ دروغ نمیگه. الله اکبر. این قضیه خیلی قضیه وزمینه. یعنی مسلمان امکان دارد جنایت میکند، امکان دارد آدم میکشد، یعنی خوب انسان است دیگه، یک میکشد یک کسی یکی عادتا ضعیفی میکند، یعنی بله در مقابل زن امکان دارد نفسش قرار دادن نمیتونه، ولی مسلمان نباید دروغ بگه. این واقعا خیلی وضعیت عجیب است. پس انا همین
واقعا راست گفتن انسان ما و شما را از صدق یهدی الی البر، یعنی که صدق راستی انسان را به سوی بر و تقوا میبرد، یعنی دروغگویی انسان را به چی میبرد؟ به سوی بدبختی میبرد. پس دروغی که رحمان و بالای ملت گفت به بدبختی ملت آورد رسانید، فریب کرد، دروغ گفت، حیله کرد مردم. ولی مسلمان نباید دروغ بگه. یعنی بز ملت ندارد، آدمکش خیلی ملت ندارد. بز و آدم خیانتکار و یعنی که اونه که بزی میکند همین کارا میکند. ما گفتیم که بعضی حالت ها بزی را از حالت ترس میکنن، ما میتونیم فهمیده. مثلا ترس یگان عالی ما را گفتیم که مثلا میگه کدوم پیشت یگان چیز میپرسه، اگر نه ما ویدیو تا نشر میکنم، میگم فلانی هم تری گفت، با میگه باور که چند نفرش نمیگم، یک تا میگم که اقلا همون یک تاشا بگم که با پرابلم نشوه. نه که آدمی که بزی را همچون وظیفه کرده است به خاطر پول گرفتن و خوردن، انا این است بدبختی. یعنی دروغ میگه، دروغ تهمت میکنه به خاطر که از همون بیچاره پول بکنه. از روسیه آماده است تا اینکه از او پول بکنه میره و بزی میکنه. این از بدبختی. بز ملت نداره. سبحان الله. یک من اكون بگفتم که اخی اروی یک انسانی گویم، اروی یک مثال هموطنی، یک اروی یک چه در خودت میبینی، در خودت اجازه میدی که تو هم دروغ میگی، در حق کس ظلم میکنی. یک این چه گویم، یک پادلس، یک صفتی پست هست که تو در همین دست میزنی. اروی عقلی کمتر عقلت کار فهمو که تو چه در خودت در اجازه میدی، تو کمتر آور ناموس کن، کمتر آور ناموس ملی کن، کمتر نمیدونم در بین همسنفا و جوره ها کمتر یک آدم ناموس داشته باشد که در همین کار دست زند. نیوژل تا همین درجه پس انسان باشد که آدم دروغ گفت یا یک کس به بهتان کنید و برای یک پول شده دنیا و آخرت فروشد. من عقلم نمیگیرد که تو کدام درجه هموطن ما شما در همین چیز دست میزنن. خیلی باوردم که کمی اونها هستن، لیکن هستن همونو گفتنی که آخه بردار کمتر بیدار شدن، اخلاقتون رو کار که کمتر نمیدونم برادر چی گمده. اگر همه بزی را برادر عمران ما باید شکل همه پدیده بزی از بین بروه، الله شاهد است که مردم ما بهترین مردم است و بهترین کار انجام داده میتونیم. همین بزی، همین ترسه. و خدا قسم میگم که بز هیچ وقت در آشکارا بزی کردن نمیتونه. بز فقط در شو بزی میکنه، بز فقط پنهانی بزی میکنه. میگه که یعنی که میگه که تو ازدواج میکنی، یکی از شرط های ازدواج چی است؟ اعلان. آشکار. یعنی تو را بدانن همه که همین زنی تو است. چرا؟ چون که تو میره میدروی مردم فکری بد نکنن به او زن، به او خواهر. درست. ولی بز برای چی بز میگن؟ به خاطر چی خبرکش میگن؟ به خاطر این که اون در آشکارا نمیتونه او خبر رسونده، او در پنهانی میبره میرسونه او خبره و با یک خبری راست 10 خبر دیگه دروغ میکنه تا اینکه سبب بدبختی انا همون جامعه و مردم میشود. چقدر خانه ها ویران شدن. باور بکن این یک بدبختی آشکارا است. امیدوارم که یگانه افرادی که میتونه اینا را عوض کنه همین زنها و مادرها، همین زنها. همین زن ترا یک گپ میگه، گپش گوش میکنی، همین بگه نه که همین کارا من دوست نمیدارم، همین دلت نمیشه بگی گپ نه زنگ نمیکنم کارا. ان شاء الله امیدوارم همین مادرها همین کارا میکنن قطعی همسرشون. بله با گوش میکنی که میدونی که همسرت تو خیر میخواهد، برای همین گپ را گوش میکنی. همین میگم که همسر داره تو خیر میخواد. مرد بازنش هیچ وقت بدی نمیخواد. یا میگه این کارا نکن، هدفش که بازنت بدی نمیخوای گوخی. تو او اویله تا او جسمی تا، یعنی که تو نمیتونی که بازنت یگون کار غلط فکر داشته باشی، بازنت هم باید یگون فکری بد ندارد. یعنی این یک چیزی تینتی است که انسان میتوند که با یک دیگر چیکار کنه، الفت داشته باشه. و همون خاطر امیدواریم که اینا را نه ملا تغییر داد، اینا را نه رفیقاشون تغییر دادن، یگانه افرادی که این بزای ما را تغییر میتین انا همین زنها و مادرای ما هن. و من اطمینانی کامل دارم که انا همین بزای ما را و ظالمایی که در مقامات ظلم میکنن، یگانه افرادی که تغییرشون میتین انا همین زنها و مادرهای ما هستن که اگر دستشون بقپن انصر اخاک ظالما او مظلوم، ان شاء الله طبق همین حدیث رسول اکرم زنها و خواهران ما میتونن که تغییراتی، یعنی که همین حالت بزیره در جوانای ما و در یعنی که همین ظالمه و در همین بزامون کم کنن. من همین خیلی فکر دارم. یگانه نقطه اویزویمی همین است. با یک چیز هم هست که ما باور داریم که در بین همون کارگران مقامات آدمای کمتر به انصاف و سوادناکاش هستن، اونها هم سبب شوند که
دیگران را اجازه ندهند که بزی و مثال یک کارهای پست به دست زنن یا یک کارهای خب برادر زور. عمران، من نماز عصر میخونم، شما صحبت میکنید، یا 4 5 دقیقه من وارد میشم. باشد من نه که اگر باشد یک موضوع گذشته صحبت میکنم. موضوع گذشته چی بود؟ درباره تجارت های تاجیکایی که در افغانستان بودن، در ازبکستان رفتن. خب بهترین 100% است. یعنی مردم از ظلم کردن برای اینکه از دولت بیرون برآمدن تا اینکه 400 نفر شهروند تاجیکستان شرکت شدن در، یعنی که ازبکستان 410 نفر، بعد به روایت دیگر 440 یعنی که شهروند. این خیلی یک پدیده بد است. بله صحبت کنید. بهترین موضوع دیگه صحبت میکنم. باشه شما نماز خونه انشاءالله. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان، منبر محمد اقبال خواستم استفاده برام یک حدیث را به شما خوانم. همین حدیث هر یک آدم به خودش سوال میتد که او آدمی خوب است یا آدمی بد است. مثلا ما چخین قیاس کنیم که فهمیم که همین کاری که ما دست میزنیم او کاری بد است یا کاری نیک است. پیامبر صلی الله علیه و آله در این چیز گفتن. حدیث هست. حضور یک دقیقه من اون حدیث رو کشم. برای همین هر یک کس میتواند که قیاس کند، بیند که او از آدمای خوب هست یا از آدمای بد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند آیا شما را از بدترین نتون با خبر نسازم؟ بدترین شما در بین شما آیا از همون شخص خبر دهم؟ گفتند بله با خبر سازید ای پیامبر خدا. گفتند تنها خود سخن نگوید، دیگران را منع میکند و بندگانش میزند. مثال فقط او گام میزند، دیگران اجازه نمیتد که گپ زنند یا گپش برند. او فقط خودش گام میزند یا زیر دستانش میزند یا جزایی بسیار میتید. از این خلاصه از این میفهم که او یک رئیس هست یا یک دیرکتور هست یا یک کارخانه رئیسش هست. او هم آدم هست. او بدترین انسان هست که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که او فقط خودش گام میزنه. نگاه کنید که ما پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین انسان، بهترین سیاستمدار، بهترین آدما بودن، سردار دولت بودن، لکن در مجلس می اومدن، در کجایی که جو هست همونجا می نشستن، دیگران را آزار نمیدادن، در همونجا می نشستن. بعد خداوند صفت میدهد که رسول اکرم را میگه تو آدمای گوش میکنی، صحابگان را گوش میکنی، مصلحت پرسکته با امر میکنن. پیامبر صلی الله علیه و آله از صحابگان پیروانش مصلحت میپرسن، اونها رو گوش میکنن. نه اینکه حدیثی گفته است فقط گپی من تو شین تو خیز تو از کار دفع شو، اینطوری نیست. گوش میکنن. حتی در وقت جنگ، حالتی خطرناک، پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین زیرک باشن که از صحابگانش از آدمان مصلحت میپرسیدن، فکر اونها رو میگرفتن. برای همین بعضی ما سردارای کارخانه یا چیزا رو میبینیم که فقط و فقط گپی او دیگران رو شین خیز دفع شو هم خیلی گپ دارد. این گفتن بدترین شما. پس گفتن آیا از این بدترش رو خبر دهم به شما؟ گفتم بله یا پیامبر خدا. گفت آن کسی که مردم را بد میبیند و مردم نیز او را بد میبیند. نگاه کنید که با از این بدترش هم گفتن که مردم او را بد میبینند و مردم هم او را بد میبینند. این را ما در کی صفت ها میبینیم؟ مثلا در هر یک شهر رو میبینیم که مثلا همین گفتی محمد اقبال که بوز هستن، کارگرایی که بعضی اوگالونیکا شش مدل یک مرض هستن که همه مردم او رو بد میبیند، او هم همه مردم رو بد میبیند. برای همین نگاه میکنی که میقپد، میزند، پولش نکشته میگیرد، یا چند هموطنان ما و شما از ضرب همونا شهید شدن. این دلالت میکند که او مردم بد میبیند. مردم باشدم او را هم بد میبیند. این خیلی انسان در هستن در نه همین در مقامات ها هستن. بعضی آدم هستن که یک آدمی بحث تمام همون شهر میداند که همه آدم یک بد میبینن. دوامشو گوش کنن.
پس گفتن او از این بدترش هم خبر دهم، با از این بدترش هم دهم. گفتن او بله پیامبر خدا گوید آن کسی که از خودخواهی دست نمیکشد گناه را نمیبخشد و عذر را قبول نمیکند. نگاه کنید که یک شما را قپید، همه آدم قپید، شما میگید که بخشش من خطا کردم در اینجا این کار کردم، نه گناه شما را نمیبخشد، میدورد تا چی پولتان کشته میگیرد، یک ضررش هم میرساند همه آدم. این آدم پسترین انسان گفتن، بدترین انسان گفتن. برای همین نگاه کنید عذر رو قبول نمیکنند، میگید که خیر من خطایی کردم، خطا از من بود، بخشش میپرسید چیکار میکنید، او میگه نه تو آخر شما را عذاب میدهد، چقدر که میتوند پول شما را ماکسیموم پول شما را کشته میگیرد. این بدترین، با سوم درجه بدترین. و در دوامش گفتن حاضر دست نمیکشد. سپس گفتن آیا از این هم بدترش را خبر دهم؟ گفتم بله ای پیامبر خدا رسانید. آن کسی که از بدیش ترسیده می شود و خوبیش رو امید کرده نمی شود. نه این هم حدیث هم این هم در پیشینش کمتر نزدیک است که نگاه کنید عذر میپرسد نمیپرسد و از این خیلی انسان وقتی که هم دستی هم به غلط ده، دستی اون آدمایی که هم شما خودتون میدونید کیا هستن، دست به غلط از اونها هیچ امیدی نیکی نیست است. گفتن از شرش مردم میترسن که او لیکن از خوبش انتظار نیستن. مثلا شما گوین که ششتم عدل فریاد دارد یا او گلانی او آدمایی که شما رو فریاد دارن، شما میترسید، میدونید که از او آدم هیچ نیکی امیدوار نیستید، هیچ امیدوار، و از بدیش میترسید، میگید که از من میرم، من بیگناه باشم که مرا در بالی من یکم ستیه میزند، غم میتید، فشار میکند، پول ما کشته میگیرد، فقط از او بدی انتظار میشه. نگاه کنید که الله مستعان همخه آدم هستن وقتی گوید که تو را فلان عدل فریاد دارد، جیغ دارد، تمام уже دست پاچه آدم سوست میشد. چرا؟ چه که گفتن از بدیش ترسیده میشود و خوبیش امید کرده نمیشود. این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم صفت دادن که این خیلی آدم ها هستن. این سخنی من نه، این من این قیاس رو نبرآوردگیم که این آدم ها خوب هستن. این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثشون در صحابگان یاد دادن که گفتن ای پیروان شما دونین که در بین مردم همخی انسان ها هستن، اویا من در شما خبر تیم بدترین شما کی است. بعد یک تا گفتن که در مجلس میشیند فقط او گام میزند، دیگران را اجازه نمیدهد، با یک هست که بندگانش رو میزند، با هست که از او مردم میترسند، هیچ امیدی نیکی ندارن از او و مردم بد میبینن، او هم بد میبینن. در اصل هم پیامبر صلی الله علیه و وقتی این حدیث رو میگفتن صحابه حیران میشدن که آیا همخی آدم هسته که همه بد میبیند و از هیچ بوی نیکی از او نمیبراید. بله در زمان ما دیدیم که همین بوزو هستن، مثلا بوزو که صحبت کردن میترسی که یک گپی عادی گپ زنی او گپی تا میتید و چطور که محمد گفتن برده در خوجایناش میرساند، حتی از او میترسی، هیچ امیدی نیکی نداری، در کلمه عادی را سخن عادی را او تا میتید و برده میرساند. مردم او را بد میبینن، او را مردم بد میبیند و از بدیش مردم رو که بد میبیند به میبینی که پولاشون کشته گرفته است، تهمت کرده است، هر وای نه که او خودش میدوند که آدم مظلوم است که گناه ندارد، دیگه هر فشار رو میکنن. این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما درس دادن که شما شناسین آدمایی که در بین شما هستن و آنها بدترین شما هستند، یک مرض هستند که مردم او رو بد میبینند، او را مردم بد میبینند. خب ما هر یک ما در تاجیکستان زندگی کردیم میدونیم خیلی آدم مشهور هستند که در شهرها که او یک هست کارگرای مقامات که همه رو بد میبینند، یا بگذار که در کوچه های هم باشد، در گذرهای کوچه باشد که یک شخص مشهور از او فقط شر امید میشی و یک بوی امید نیست. برای همین دوستان و هموطنان از این صفت ها خودداری کنین. وقتی که یک زیر دستانتون گام میزند، مصلحت میتید، چشم گفته گپی او رو گوش کنین، تحلیل کنین گپی او اساس دارد یا گپی او قیمت دارد،
او با مصلحت شما هست باور کنید و بعد خلاصه کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله را خداوند گفت که قناعت قناعت رحمتت رو پم کن به صحابگان، با اونها مشورت کن میگفتن. نگاه کنید که هر یک سرداران ما باید با زیر دستان خودش مشورت کند، صحبت کند، زیرا که این نمیشود که یک کس همه دانا باشد، همه چیز را داند و مردم ندانند. پیامبر صلی الله علیه و بهترین انسان زیرک بودند، ولیکن فکری صحابگان رو هم میگرفتند و این با خیر او حل میشد. برای همین اینقدر یک فکر متکبر نشوین. فکر میکنم همین سببایی که فکر مردم گوش نمیکنن این کبر است که کبر یک مردم چطوری گم حق رو حتی اجازه نمیده که شما حق رو قبول کنین. از کبر دست کشین. کبر یک چیزی هست که چشم شما رو خیره میکند. همین سبب میشد که شما با شهروندا ظلم میکنین و با مقاماتی که با سواد هستند، صاحبی عقل و آداب و یک ناموس ملی، هویت ملی دارند، با آنها وصیت میکنن، نصیحت میکنن که شما کمتر پیش همخه آدمای گیرین، دست نمونین که در بین شما بعضی ها هست که جوی کارش استفاده برده ظلم میکند، برای مردم زیاده روی میکند، نمونین که همطوری شود. چرا؟ زیرا که همین یک کارگر مقامات ظلم کند و مردم همین مقامات رو بد میبینند. من در پنجکن در خراتی دارم که یک کارگر مقامات آمده نماز میخواند، یک آدم خوب بود، اخلاق خیلی خوب داشت. بالعکس ما میخواستیم با او صحبت کنیم، اگر یگان کار میشد مثلا مصلحت هم میپرسیدیم، لیکن یک تا مرضش میبرد ظلم میکند به سر مردم. و نگاه میکنین که همه مردم مقامات رو بد میبینند. برای اینکه خواهیم که شما که مردم محبت داشته باشن با مقامات، باوری داشته باشن که شما امنی مردم رو میخواهید، پیشرفت مردم میخواهید، نگذارید که در بین شما هم بعضی ها جوی کارش یا منصبش رو استفاده برده با مردم ظلم کنند. زیرا که شما میدونید که مردم عادی این رو کرده نمیتوانند، ولیکن شما میتوانید. درسته برادر، مخیان درست. خب برادر عمران در قضیه چی؟ در قضیه میبینید که یک آدم بله مظلوم است، ظالم است، از شما عرض خواهی میکند، یک طلب بخشش میپرسد، کمتر همین یک انسان هم مرد باشد، همین کارگر مقامات باشد که یک انسان مردانش باید بیدار شود، گفت که خب بیا من توی بخشیدم برای هموطن بودنت، یا من توی بخشیدم برای که یگان و خاطر یگان چیز فرزند داشت که خیلی آدمی وای هست، یا من تو رو بخشیدم که عادتا در تاجیکستان یک مرد یک چند آیله رو میخوراند میپوشاند، من تو رو بخشیدم که برای که همین زنها هستن که در خانه تو میخونید. زیرا که همین حادثه هم شد که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که یک مشرک اسیر را گرفتن، او گناه قتل داشت، صحابگان زود او را کشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که اگر شما زنده میگذاشتین، من اونها برای زنهاشون سر به خاطر اونها شده سر میدادم که خب بگذار برود در اونها در خانه‌اش زنهاش هستن. گفتن برای همین کمتر اگر کسی از شما عرض خواهی کند، بخشین، گناهشون بخشین و گین که خیلی کن برای هموطن بودن یک وای بودن بخشین. محمد اقبال. خب بله برادر عمران، واقعا درسته وضعیت و حالت باید ما در حالت‌های بخشیدن. صدای من نیست؟ صدا هست؟ صدا هست؟ بفیرم دشمو نیست، نمیدونم صدا هست، بفیرم دشمو نیست، نمیدونم آوازتان از گوشه باشد که نیست. صدای من، صدا شما نداره؟ از سر بدرو داخل شد برای اینکه بله. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، بله میتونی برادر عمران اثر دوباره وریشه، برای بعضی وقت میشود که صدا را نمیشنوی شما. خب خدا کند که همه آن چیزی که گفتیم و گفتند سبب تغییر حالت و وضعیت شود، چون که
و ما علینا الا البلاغ المبین، ما یک رساننده آشکار هستیم و در تغییر بزها نه علمای دین میتوانند فعلا کار کنند و نه یعنی دولت کو استفاده برنده این حالت است، ولی یگانه افرادی که میتوانند در تغییر بزها، در تغییر ظلم در وطن ما و شما تاثیر رسانند این زنها هستند و این زنها شقایق رجال و این زنها و خلق منها زوجها و بث منکما رجالا کثیرا و نساء، یعنی انتم لباس لهن و هن لباس لکم، لباس بودن زن به مرد، مرد به زن. خداوند الفت و محبت میان زن و مرد آفرید و تغییرات زیاد زنان و مادران در قضیه انا همین بزها تاثیر زیاد رسانده میتوانند. امیدواریم که انشاءالله هر یک نفری که در اینجا هست میتوانند خدمت کنند و کوشش کنند که همین صدای ما را به زنان و مادران رسانند تا اینکه اونها سببگار تغییرات وضعیت و حالتی که امروز در کشورمان ما داریم تغییرات کلی به وجود آورد. چون که ما میدونیم که این اول فتنه بنی اسرائیل کانت من النساء فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء، اولین فتنه بنی اسرائیل از زنها بود، پس از دنیا بترسید، از زنها بترسید. همین زنها را ترسیدنش ما علت همین را میدونیم که تغییر وضعیت ما و شما را همین زنها و خواهران و مادران میتونن شوهراشون نصیحت کنن. هر یک مردی خبر قدرت و بقوت هم باشه در نزد زنش یعنی یک محبت دارد که میتوند گپی همو را بگیره و تغییرات بخوره، چی مادرش باشه چی خواهرش باشه. بعضی آدم مادرش باید داشته باشه بعد از عبادت الله، اطاعت پدر و مادر است. الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم میگه والدین احسان. مادر میتواند که در فرزند تاثیر داشته باشد و میتواند همسر تاثیر داشته باشد، میتواند خواهر تاثیر داشته باشد. ای برادر ظلم نکن، ای برادر این کارا نکن گفته، یعنی که امکان تغییرات جدی امکانی به وجود آمدنش وجود دارد. امیدوارم در این قضیه ان شاء الله مادران خواهران تاثیر خوبی دارن. بالا برادر عمران صدای من است؟ صدای شما هست لیکن قطع شد. در کجا قطع شد؟ من در کجا آواز بود در کجا نبود؟ نه در همه جای شما صدا بود، صدای من فقط شما نداشتید. صدای شما 100% بود، یعنی در برنامه فقط شما صدای من نداشتید. فعلا ما برای اینکه وضعیت امروزه یعنی کشور ما معلوم، وضعیت حالت جهان امروز معلوم، یک سوال بیرون از این موضوع و از این برنامه میکنیم. فعلا در سوریه که قرار دارید، در این کشمکش ها در کدام حالت قرار دارد دولت سوریه؟ یعنی چی گفته میتونید در همین وضعیت؟ در این حالتهای حاضر شده است خودداری میکنن، نه طرفی این و آن خودداری میکنن، زیرا که خودشون نو از این جنگ بیرون شدن، برای این خودداری میکنن، یکان طرف رو نگرفتن و نکردن. یعنی که در این جنگ یگان طرف نیستن و به یگان طرف چی ندارن، یعنی خشتنداری و به یگان طرف یعنی یگان کار انجام نداده ایستن. بله دیگر این هم یک سیاست بی‌طرفانه به خاطر حفظ، به همون خاطر است که شخصانی سیاستمدارانی با عقل همه وقت در قضیه‌های دولت خودشون مهمتر از همه، براشون دولت خودشون مهمتر از همه هست، چون که برای هر یک انسان عائله خودش مهم هست. یعنی که قو انفسکم و اهلیکم نارا، الله میگه خودت و اهل عائلت از آتش جهنم نگه بدار و خودت و انا همون شهروندان کشور تا که کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، هر یک نفر یعنی مسئول است از رعیت خودش. هر پرزیدنت و هر یعنی که حکومتدار باید در قضیه آن چیزی که در کشور خودش میگذرد باید دقت جدی بوده تا اینکه هیچ مشکلی به یعنی اون مردمش نرسد. این هم یکی از سیاست های خوب دیگر امروزه که میتونن خودشون از جنگ ها نگه دارن. یگان قضیه دیگه صحبت داشته باشید برادر؟ بله اولویت این است که حالا مشکلات درونی که در اینجا هست حل نشده است، برای این اولویت گفتن که بیاد مسئله خود رو حل کنیم، برای هم خاموشی اختیار کردن. بعد یک دو خبر در سوریه، دو خبر خیلی مهم هست که من گفتم اگر محمد اقبال به سر قدرت بیاید این همین دو خبر با او یک شعار باشد که با خودش گرفته تاجیکستان برای گفتم. لیکن پیش از این دو خبر را گفتم به شما، من خواستم که مسئله برنامه گذشته صحبت کنیم. گفتم من همون برنامه گذشته شما گوش کردم کمتر قرارم خواست که چطور می شود که شهروندان ما با ازبکستان رفته کارخانه و تجارت میکشن که ما بدبینی وای نداریم، برست فقط گفتنی که آخه که اولوتر یا خوبتر نبود که با وطن خود اومده
همین کار رو از جای کار تامین کنیم. و دومش این که حکومت تاجیکستان او برای او هم با فایده او تمام می شود که یک شهروند، یک بیزنسمن در تاجیکستان یک جای کارخانه کشان و خاصتا ما دیده استیم که روسیه با ما چی با مهاجرین کاری ما چی معامله دارد، با وطن که برگشتن از جای کار تامین میشن، پول عبارات تا مخرج در دون تاجیکستان، اکونومیک تاجیکستان و شهروندی و تینجی امانی خیلی با فایده حکومت تیار می شود. برای من گفتم که چطور شد که تاجیکستان اینترس دارد به همینونه که شد که برادر به دیگه جا رفته تجارت و کشازین چه فهمیدم ممکن رو. برادر گرامی، یک قضیه را ما باید دقیق و دقت جدی بودیم. اولین چیزی که تاجری وطنی را میگریزاند این مناپولی است، انحصار. المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. این حدیث رسول اکرم است. محتکر انا همون مناپولیست است و عائله رحمانوف محتکر هستند، مناپولیست هستند. در تمام ساحه های تجارت کشور در قبضه دستی یک عائله قرار دارد. این تاکسی ها در دست همین عائله، بانک ها در دست همین عائله، گوشت در دست همین عائله، ساختمان در دست همین عائله. خب بس از شهروندان که فکر میکنند کی مسئول است که از شهروندان فکر کنند؟ انا همین مسئله هست که مردم نمیگذارند که کار کنند. یعنی رحمانوف با زبان یک گپ میگه و از خفا میگه من گپ میگم، گپای ما دروغن، شما کارتون کردن بگیره، پلتون گرفتن بگیره. دولت در دستشون پولهای کمک اینها میگیرن، پولی برق مردم نمیتونن به خارج میفروشن تا اینکه بعضی از مشکلات دیگری هم در این ساحه وجود دارد. خب دیگر این وضعیت خودش دارد و ما یعنی تجارت کامل احتکار کردن در دست خودشون قرار دارد و دیگر نمیخواهند که دیگر مردم یعنی که در این تجارت دخل دار باشن و بیزنس کنن. و همون خاطر مثلا یا آدم شکر میداره، استاندارد میگه شکرش اجازت نده، بگو در استاندارد توری نمیگیره، این شرکت فلان است گفته، یا بورش من میکنن، یا اینکه برای چی شکری تخمینه درآمد است، شکری ظریف بیگ درآمد است. به همون خاطر این باید منع شود، ارد باید ارزان شود. در ازبکستان در نرخ یک خلطه ارد تاجیکستان 2 خلطه ارد میخری. چی فرقیت میان تاجیکستان و میان ازبکستان است؟ به خاطری که ارد یک نفر از عائله مناپولیا کردگی است داخل میکنند. وقتی که دولت آینده در مسئله مناپولیا کار کرد که نه پرزیدنت، نه عائله پرزیدنت، نه عائله سروازیر، نه عائله وزیر دفاع، نه عائله وزیر داخله، نه عائله وزیر امنیت کار کرده که بتونن، پس در این قضیه چی می شود؟ دولت آزاد می شود. همون تاجری که در خارج رفته، من چند تاجر را میدونم، نام نمیگیرم دولت ها را، الله شاهد است، قریب تا 4-5 هزار کارگری دارن. درآمد یک ماهه شرکتش تا 12-13 میلیون دلار است. 12-13 میلیون دلار فایده میکنه. همین را برای در تاجیکستان انجام بده، چقدر به انداز فایده میشود، چقدر شهروند کار پیدا میکنه، چقدر کارها انجام میشود. یعنی تنها نظام رحمان رو باید از بین برود. رنگ نظام بشار اسد است. بعد در کانال شما آدمای طرفداران حکومت هم برنده سخن میگویند. همونو برای همین چی دلیل دارن؟ چی میگن؟ ما طرفی اونها رو گوش کنیم، میگم ده چی گفته سفید بکنن؟ در همین یگان دلیل دارن، یگان چی گفتن من شاید گوش نکرده باشم، ندیدم، دهم برنامه نباشم. یگان چی گفتن که خودش یگان دلیل آوردن هستن که آدمایی که سفید میکنن یا عذر میکوان. همونو چی گفتن؟ طرف دوم رو میخواستم گوش کنم. یعنی که طرفدارای رحمانوف یگان دلیل ندارن. ما چی دروغ گفتیم؟ آیا گفتیم مناپولیای عائله رحمانوف تجارت در تاجیکستان در دست عائله رحمانوف از دروغ گفتیم؟ نه. آیا ما گفتیم رئیس تاجیکستان در ژن رحمانوف از دروغ گفتیم؟ نه. ما گفتیم بانک ها در دست عائله رحمانوف است، چی از دوشنبه سیتی، چی از اوریون بانک، چی از پیتامین بانک، چی از توحید بانک، چی از همه بانک ها در دست کی هستند؟ در دست عائله رحمانوف. آیا ما دروغ گفتیم؟ نه. بانک های کلان ورشکسته کردن، علی مردانوف ورشکسته کردن، همه تاجرها را پیروف ورشکسته کردن. یگان بانکدار غیر از عائله رحمانوف هست؟ نیست. پس دروغ گفتیم؟ نه. آیا ما چی میتونن؟ یعنی که وقتی که شب بگیم، وقتی که آدم بگه که روز است، گپی قبول نیست. خیلی میتونه ببره بگه که نه شو ملت کار نکرده است. خاصتا برای تجارت ها بود که مثلا من چند چیزی که ذکر کردم او با فایده اونها تمام می شود که وقتی که
از جای کار تامین شود شهروندان تاجیکستان. باید اونها در این چیز دلیل داشته باشند، یا بگن که نالاگی ازبکستان ارزان بود، یا نمیدونم یک چی باید گون. من نمیدونم در تاجیکستان اکونومیست هست، یک وزارت نمیدونم اقتصادی هست، چی هست، نیوژلی اون یک گذاریم محمد اقبال همین مسئله گپ اخیری گفتگی تا بگم. در تاجیکستان تاجیر نه، حتی محلل های اقتصادی نام نمیگیرم، با من صحبت میکنن در آزادی ده همه جا صحبت میکنن، فعلا پناهنده و مهاجر در دولت های دیگه شدن. درک داری؟ الله اکبر. محلل سیاسی، محلل سیاسی، من تاجیر نمیگم، محلل سیاسی که میگه اگر دولت تاجیکستان همین قضیه را همین خیل بکند به منفعت ملت نشود، اومدن گفتنش که خبرش کردن که ترا باید فردا زندان کنن، شبانه بیچاره خستگی ریختگی ازبکستان رفتگی، ازبکستان خستگی گرفته اومده است. در چی میگوی؟ یگان گناه ندارم. محلل سیاسی، من محلل دینی نمیگم، محلل یعنی فرهنگی یا که دینی نمیگم، یگان چیزی دیگر نمیگم که مربوط به رحمانوف بعد ببینه. محلل اقتصادی در تاجیکستان زندگی کرده نمیتونه، کجا رسه به تاجر و به بیزنسمن، با اونانی که در تاجیکستان میخوان زندگی کنن. چی گفتم میتونن در مقابل سخن حق؟ اخرس هستن اونها، نمیتونن سخن گفته. اگر واقعا با دلیل میتونن صحبت کرده، من میتونم با دلیل صحبت کنم، بی توهین بدون تحقیر ببره بگه که سیاست دولت تاجیکستان به خاطر تجارت انا این است. ولی خب مردم ما نمیخوان در تاجیکستان کار کنه. چرا نمیخواد در پیش زن و فرزندش کار کنه؟ به خاطر که تو نمیگذاریش کار کنه، به خاطر که استانداردی بچه یعنی که جیان رحمانوف اسلام دین خیردین که در سیمیکا نیوز برنامه شموندیم دیدید، یعنی که دیدید که چه خیل هستن اینا، یگان نمود خیل گپی دیگه ندارن، اینا یگان دلیل ندارن حتی برای تبرئه کردن حکومت رحمانوف. بله. در آخر دو خبری که گفتم در جایی که ما یک دو خبری شد، یک دو حادثه شد، خواستم که همونم به شما رسونم که محمد اقبال اگر تاجیکستان رود به خودش یک شعار، یک قانونی اصلی گشته رود که احمد شرق قانون برآورد، دو برادر خودش رو از منصب خالی کرد، گفت که در حکومت نباید اولوی شود، باید که از کار خارج شد. دو برادر خودش از وظیفه گرفتن و امر کرد که بعد از این یگان منصبدارا در گرد و پیش خودش خشت تاورش جمع نکند، مثال یکیش جمع بکند، بعد اون رو از اگر یگان گناه داشته باشد یا کار پیش برده نتواند عوض کرده نمیشه، زیرا که در گرد پیش آدمای خشت تاور خودش هستند. برای او کار از خودش سر کرده، گفت که دو برادر خودش بود، منصب خیلی وای داشتن، از کار خالی کرد، یگانه خودش در منصب هست رئیس دولت، دیگر برادرشون از وای خالی کرد. گفتم محمد اقبال اگر وای باشد همین شعار رو در خودش گیرد. دوم این بود که هر یک منصبدارا را آگاهی کرد، خطاً آگاهی کرد که شما حق اجازت تجارت ندارید، اجازه ندارید. به ما هم آمده رسید که هر یک منصبدارا مال ملکشون تقریبا حساب کردن، گفتن که مثال همین عمران 100,000 پول دارد، تا همین روز دستش به 100,000 دلار هست، یا مثلا یک جای دکانی معده باشد مشکل نیست، درآمد دارد. از این زیاد تجارت کلان خانه ساختن و یک زواد ساختن، اینا هر یک منصبدار ممنوع هست و نام ملکیتش نفسه گرفتن که از کجا آمد پگاه سوال داده می شود. گفتن در تو ماشین بهترین تامین کردن، برای ماشین بنزین و سلرکش و مصروفی که یک جا میاد تمام همینو مصروفش میتیهن، اولیکش هم میدیهن. گفتن که ممنوع تجارت کنی، زیرا که چند تا منصبدارای کلانات تاجر بودن، کتی و یا هیچ کی مناپول کار کردن نتونست. او منصب دارد، سویاز دارد، یا میجیخد خب مناپول خودتو میفهمید، همطوری شد. همین دو قانون برآورد که در سوریه اجازت نیست. گفته همین چیز خیلی به من معقول شد. منم خواستم چند تجارت کنم، مثلا برادر گفته در همون آدمایی که منصبدار هستن، برادر خودمو گفتن که برادر هم آمده دما خطاً آمده رسید که اجازت تجارت نیست شما بگفتن منصبدارای کلان با. برای همین خیلی به من خوش اومد که کنی که تاجیکستان ما هم خیلی باشد، اگر محمد اقبال که رفت باید در خودش بگیرد که کسی منصبدارا حتما این مسئله خیلی مهم است. یعنی باید که
در قضیه قوم و قبیله و نزدیکا را گرفتن جو کردن، این مسئله هست که یعنی میخواهد که حکومت دور و دراز شود، یعنی میخواهد که تغییرات، یعنی خودش در بقای همون حکومت باید باشد به هر شکلی. یعنی چخیلی که اینا اوزی کی اومد چنون داره، یعنی قرغیزستان صادر جعفرов مثلا کار کرد تغییر در، یعنی که همون قانون انتخابات انجام داد مثلا برای پرزیدنتی، یعنی دقیقا رنگ رحمانوف کرده است و دیده است که در نکی 6 ساله بود آورد با 5 سالش کرد، ولی بود دوره دیگه حق داره. یعنی این دوره اشتگی من هیچی بود، دوره دیگه حق دارم. یعنی تماما کوشش میکنن که در وقت قدرت باشن باید که اونها چیکار کنن یک تبدیل اعوجاج در قانون اساسی وارد کنن. اولین کاری که هست باید که همین قانون 7 ساله یا یک بار 7 ساله شود یا 2 بار 4 ساله شود. اگر تو از آسمان ستاره هم بیاری باید دیگه از 2 دوره زیاد حقوق پرزیدنتی نداشته باشی. و بعد از اون یعنی که مونوپولیا را کاملا برداشتن در کار است. مونوپولیا به شکلی که هیچ کس حقوق آنتی مونوپولیا باید کار کند، هیچ کس نگذارد که یک چیز احتکار کنه، هر کسی میتواند هر چیز وارد کند به کشور. یعنی این کارها مهم هستند. خش و تباربازی قوم پرستی وقتی که با وجود آمد و پیدا شد، اون دولت به هر رژیم میبرد میرسد. همین است یعنی که دولتی عبور این چیزا خیلی همین دیده آگاهی کردن، حتی چقدر مال ملک داره حساب کار گرفتن. خیلی خرسند شدم. خیلی گفتن لیکن تامین میکنیم از تمام خانه و ماشین و چیزا تامین میکنیم، فقط کار کن. یگان بله باید کار کنه، وظیفه دولتی باید کار کنه. از یوسف رحمان چی داشت چی داره و پروکورور گنرالی حاضر یعنی که گفتی که با حبیب الله چی داره، یعنی واحد زاده، و یعنی که مظفر یوسفی چی داره، رمضان رحیم زاده چی داره، اس یتیموف چی داره، یعنی که رئیس نوحیا سلیم زاده رئیس رودکی چی داره. همین ها را وقتی که دقت میتی با نام بچه‌ش تجارت هم میکنه رفته است، ولی در اصل در قفا همین سودگی رئیس انداز یعنی که دولت چی چیزا دارد. یعنی اینا همش چی هستن؟ اینا همش همین شکل هستن که باید اینها دولت در اختیار خودشون باشد و فقط تجارت خودشون پیش برود، هیچ کسی دیگه حقوق کار کردن ندارد. همین است بدبختی. این چیزا رو بس مثال ما دیدیم که یک ماشین واهمانه که در یک شهر خامس رفتند، زود مردم گرفتن و تانه دادند. بعد او مسئولی که بودن و فهموندن که ماشین من مثلا یک تنها من نبودم، چند وزیر بود، برای همین کلونه کمتر واهمانه بود که مردم فهموندن. بعد همین قانونی که برا وردن در گرد و پیش اطراف رئیس دولت هست آدمایی که نصیحت میکنن، میگن که این کار کن این کار کن. بعد او قانونو قرار میبرد. من حیران که در توشن یگان سویت یگان چیز نیست که میگه که تو میخوای که دولت پیش رود باید این کارو کنی. یگان چه مثلا من خودم در جای رئیس دولت مونم، من میخوام که مثلا خودم دولت مردم که پیش روم. بعد من مصلحتشو میگم میگه که خواهی که مردم پیش روند این کار کن این کار کن. من حیرانم که چه خیلی کجا رفته ایستیم. مقصد که چه سبب شده که ما نظام رحمانوف امکان شرح و تفسیر ندارد. این یک نظام پوسیده است که تا تغییر نخورد هیچ بهتری و برتری را ما نمیتونیم که برای مردم بچیم. تنها آن چیزی که این دولت پیش میرود نظام رحمانوف از بین برود. این گپ است. تا نظام رحمانوف است مثل بشار اسد هیچ تغییراتی در کشور نمیتواند بشود. پس از نظام رحمانوف دولت تاجیکستان اگر نظام کاملا تغییر بخورد و دولت انتخابی شود، حتما ان شاء الله که با کارهای خوب ان شاء الله که ما با دست میاریم. سلامت باشی برادر عمران. تمام. الله افتاد خدا نگهدارش. السلام علیکم و رحمت الله. جزاکم الله. سلام و رحمت الله و برکاته. خب قبل از اینکه برادران دیگر ما وارد برنامه شوند و صحبت کنند، ما میخواهیم که در قضیه گذاشتن لایک ها برادران گرامی کوتاهی نکنید. واقعا 414 لایک برنامه‌ای که امروز داریم امکان تغییر خوردن وضعیت و حالت ملت و مردم است. خواهش میکنیم در گذاشتن لایک ها و انتشار برنامه هر چقدر که میتونید مردانوار ایستادگی کنید. مردانوار ایستادگی شما یعنی که کاری هست که نشر کردن برنامه، انتشار برنامه، دیگه ترس یک کنار مونی. نخواد 2400 نفر تماشا کنه فقط 418 419 لایک و امروز 61 نفر به اصلاح ابونه شدن. ماشاءالله بهترین
الله از شما راضی باشد. و 425 لایک های شما سبب هر چقدر که شما لایک بیشتر میمونید همون قدر یعنی که مردم بیشتر میبینند و مردم بیشتر دیدن تغییرات کلی میتوند. یک خواهر زنی یک کارمند کروپسیا یک کارمند امنیت است، شوهرش نصیحت میکنه نه که دیگه من میخوام فرزندم زندگی خوب داشته باشد، همون ظالم امنیتی خواهر و مادر و دختر تر ظلم نمیکنه. این همین قدر لایکیته. لایکیت سبب فهمیدن همسری با شرفی یک ملیسا یک امنیتی است، سبب دیدن یک نفر است که امکان یگان کار انجام دادنش است. پس در گذاشتن نظرسنجی هم کوتاهی نکنید. 74% مردم رئیسان جماعت تنظیم و چسکوی ها را یعنی که خبرکشان و بزرگ یعنی که میان همین ها میبینن. جوان ها، تاکسیس ها، مردمی که شانتاژ قطعی میگن شون که بکنه 26% مردم به این نظرن که یعنی که شانتاژ شده ها و تاکسیس ها و جوان هایی که ناآگاه هستن، استودنت ها و همین ها، سرتراش ها، همین ها چی هستن یعنی که بازی میکنن و این کارا رو انجام میدن. پس در گذاشتن نظرسنجی نظراتون هم ببینید، در گذاشتن لایک ها هم همچنین، پادپیسه به شبکه هم ان شاء الله امیدواریم که یعنی که به همین شکل باشد. خب برادر عبدالرحمن، بله، سلام علیکم و رحمت الله. میکروفون بگیرم که صحبت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهترین نام برنامه را نه که برای همین کلبزا زورش موندین. خداوند رحمت کنه همون پدر و مادر که فرزندشون عیبزی چی میکنن، پیشگیری میکنن عیبزی و از خبر کشی. آمین. سبحان الله. دیدم درس که دو روز گذشته تا حالی را نمیدونستیم که بزی با این درجه را پستی و چیزی بوده. حتی انسان کافر میشیده برای یک برادر مسلمان فروخته. بله 100%. بعد ای روی دیدگی ما در تاجیکستان کلان شدیم، هممون دیدیم تاجیکستان در کدام هر بزی را که دیدیم در زندگیش نه قدر داره نه قیمت. سبحان الله. رنگ سگ زندگی میکنن، بعد پس ترین زندگی در بزای تاجیکستانه. در پیش فرزنداتون قدر ندارین، در پیش زناتون قدر ندارین، حتی در پیش هم پدر و مادراتون قدر ندارین. اکو مادر باید از این روز پس به بعد بدونن که سبحان الله همه خبرکشی یک مسلمان که خبر میکشین میبرین به گناه زندان میکنین، همون فرزندایتون که بزن از دین خارج میشون، حتی که نماز میخونن نه که از دین خارج شو نمیدونن. این مصیبت کمکک نبوده شوخیش میدونین. های او برای 4 روزه زندگیتون یا برادر تا بردی برای بگناه فروختیش در بین بچهای اوبا باید در بچهای MVD مقصد یک آبرو گرفتی، یک کمی یک خاله گرفتی و آبرو زیاد شد با گفتی خودت نه که دنیا تام فروختی، دین تام فروختی. هر دنیا پاید رود سیاه میگذری میره. این قدر یک مصیبتی بوده. ما در گوش فیل ها بز والله قسم این قدر بزی که تاجیکستان داره در کوه و صحرا برای همون قبض نیسته. در هر یک خونه هیچی نباشه یک بز هسته. این چی مصیبته؟ تمام ملت بز کردیان. یک حکومتی که میخواه پیشروی کنه یک زواد میسازه، یک فابریکه میسازه، در جای 10 تا بز ساز کردن 10 تا مکتب میسازه، در جای 100 تا بز تیار کردن 200 تا دانشگاه میسازه. ملت ما را از بجایی که با علم پیش ببرن فقط همین زدنش در گوشش، ملی سر هم زدش، بالی سر هم زدش، امنیتی هم زدش، بزش کردن. امروز بجایی رسیدن که ایروی همین بز تیار کنی خطان های حکومت تاجیکستان مقصد شما همین قمیلت بزی کردن که خطان دیگر در هیچ جا گپتون نمیگذاره. ایروی بز تیار کنی امروز تحقیر ملت در روی دنیا دیدستین دیگه گپتون در هیچ جا نمیگذارن. یا چی میگن پدنالت همین را تو خودت اجازه دادی مودا دیگه گپی وزیر در یک گام جا قدر قیمت نداره. میرین یک تاجیک 4-5 میلیون دلار میتن میخرین. انا امروز که ملت میخواهین یک کار میگن برای ملت کنین گپتون در هیچ جا به کار نمیروه. شیروی نری این ملت خیستین رفتین ایرسیه پول دادین، مقصد یکم کار کردین، من میدونم پول دادین یا که یکم چیزی دیگه دادین،
گرفتین آوردین در تاجیکستان ترمه کردین. مردکایی که شب و روز ایدم این میلاد میدویدن محافظت میکردن، شما برای یک خول سیاسی بگیرین آوردین زندانیشون کردین، بازی کردین، دزی کردین، بردین پسترینای این ملت گرفتین بردین در سر ملت در روسیه و در ازبکستان و در قرقیزستان و در قرقلپاقستان بردین شف موندین. بزترینا و پسترینا را یک نفره که فقط تیاره برای 200 روبل روسی آچه و آتش ابو فروشه گرفته بردینش و سفارتش موندین در روسیه که گپش در تروسی کش نمیگذاره. خستین ملت فروختین 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 فروختین. امروز بدترین ملت در روی دنیا تاجیک است. فقط برای یک فرزند یک کار میکنه پدر و مادرش بردین عذاب دادین. با همون بوزایی که در گرد اطراف ما زندگی میکنین، حدی اقل شما پدرنعلتا شما که میلیارد کار نمیکنین، بزیر شما میکنین میلیارد دلار دیگه کس گرفته است. با کدام روستان همی کارا میکنین شما؟ حدی اقل بدونم که شما صاحب یا لانکروزر شدین، بوزایی که در گرد اطرافای ما زندگی میکنین. ما بدونیم که شما یکون صاحب قصر شدین یا که یک 4-5 تا لانکروزر تو گرفتی، بچت گرفت، یزنت گرفت، خواهرت گرفت، اپت گرفت، اوتت گرفت. آخه شما هیچی نگرفتین. بزو شما هیچی نگرفتین. چیزی گرفتن او آدمایی که شما ما را فروختین اونا کار کردن. ای بزوی تاجیکستان خلاص نشده بودن که بزو ایدوم و روسیه رفتن. ای بزوی روسیه خلاص نشده که اروپا اومدین، بزو ایدوم و اروپا اومدن. از الله نمیترسین. سبحان الله این بزی با کفر میبرده انسانا، از دین خارجتون میکرده. البته که خارج میکنه. یک برادر مسلمان تا به هیچ میبری میفروشی، او بیچاره را 15 سال 16 سال ترمه میکنن. او اوتا نداره، او اوچه نداره، اپا و خواهر نداره، فرزند نداره. بیچاره دلیر امام علی یک کار حتی خوبی کرد به حکومت تاجیکستان بدینه. اونمو بیچاره هم اینوالید هم بود، گرفتن بردن وهمه کردن که 90 میلیون سومونه، چنقه 90,000 سومون 15 سال ترمش کردیم که او برای حکومت کار کرد. برای یگان چینه او چشم حکومت بود. همه عیبی دوزا و بزار عیباشونه برو ورد در حکومت نشان داد. گرفتن بردنش برای داماد پرزیدنت شدن. باید که یک اینوالیده با یک کلاغاوس میفروشه شکی تو تروریستی. انا میخوام تو تروریستی گفته در درون میخپن شکی بیچاره را که اثبات که تروریست. من چه تروریستی؟ چه تروریستی؟ 10 سال یک اینوالید زندان میکنین. وقتی پدر همون داماد 135 میلیون دلار میدزه بخشیده میشوه. بچه وای برای 90,000 سومون تهمت میکنه. 10 سال یک بچه اینوالید زندان میکنه نه که پدرش برای 135 میلیون دلار بخشیده میشوه. بله واقعا دهشت. فرزند تاجیک در اوکراین کشته میشوه. پروکرور گنرالی میبره میگه آخی وای شهروند روسی داره. تو پدرنالت در کجا بودی که او مرده که نمونی شهروند؟ او اشتیت از شهروند روسیه داره. همون شهروند روسیه داره. در کجا میانوتونه نمیبندیم؟ برای یک فرزند مسلمان سوریه رفت برای اسلام، برای دینش، برای اسلامش خستن 7 پشت پروبلم کردیم. 7 پشت پروبلم کردیم تا حاضر بیچاره ای پروبلم خلاص نیستن. چی بعد نامردا، نوجوان مردا، به ناموسا، به شرفا، به هویتا، چی به فرزند تاجیک در اوکراین کشته میشه ای پشت روسیه شما گپ نمیزنین؟ شما قیری تاجیک برو آوردین ترما را پر زندانی کردین که بچه تو روسیه رفته، برادر تو روسیه سوریه رفته، همه را قیر کردین. وحید زاده همین تو بودی 4 روز پیش شما 10 سال پیش تونه ایاتون برو آوردین چی بلا را به سر ملت آورده بودین؟ شما گپاتون با کارتون تغری نمیگیره. بله ما را میگن خائن، این مقصد تو پای شما هم مدمی سگالدکین. نه که تلویزیون ما شما را نگاه میکنین گپتون با کارتون تغری نمیگیره. روتون سیاه های کارتون با گپتون هیچ تغری. برای سوریه برای دینش وقتی بچه تاجیک برای دینش رفت
падарша проблем карден, модарша проблем, ҳатто да хоҳарашону да апаҳошон проблема рафт расид. ана барои чӣ вақте барои Путин тоҷик кушта меша хапен? Путин барои шуморо кияй? Путин барои моро ҳеч ка нестай. Барои шуморо кияй тагда? барои ҳокимияти Тоҷикистон Путин кияй ки айрӯи Путин тоҷик кушта мешава, ягон кас пурсидаш намешава. ҳатто бо аз ҷануби Тоҷикистон блогерҳои сарошон калу палои кало муҳ часпондестиянд, аз тарафи Тоҷикистон бо чери блогерҳо ҷалб мешаванд ки ба ҷанги Украина бирем. Барои чӣ ону блогерҳо ҳадди ақал зиндонӣ намешаванд? як нафар наметавона ҳозир барои Сурия ё ки барои Фаластин ҷалб куна. Кани ҳамун блогерҳои кал ин қадар ки мехоҳен ба падаро ба бародаротон ёрдам кунен. як бор мард шен фарзанди тоҷика ба зидди ягон миллати дига не, фарзанди тоҷика бедор кунен ки бибурем бародаро Тоҷикистон аз дасти золимо халос кунем. ё ки барои шумо Россия ва Украина беҳтару хубтар ай Тоҷикистон? дар ки ҷо ин калову курову ҳозир калот ҳамаш хай мӯи сар мондестен. бывши калои блогере ки мехистем барои Украина мардуми тоҷика ҷалб мекардем ки барои Украина ҷанг кунем. Хитон ранги полу мардако дар пушти занотон ба ҷо мешидем. ҳамара ҷалб мекунем, хитон намерем. дар ки ҷоин ку бихезем бигем ки эй бародаро, биёен барем Тоҷикистон аз дасти ин золимо Тоҷикистонро наҷот бидем. Ҷанг накунем. мо намегем ҷанг кунем. биёен ҳама каса барем Тоҷикистон ҳаққи ҳуқуқи худмонро талаб кунем. мо намехоҳем дар Тоҷикистон ҷанг боша. не ки дар баробари ҷанг набуданаш ман намехоҳам ки як бачаи 18 соларо барем бегуноҳ 8 сол турма кунем, 10 сол турма кунем. мо намегем ки Тоҷикистон барем ҳама кедману шохӣ бигирем. дига дар мардаки тоҷик восе нестай дига ки ба кедману шохӣ бихеза зидди Амиролимхон ҷанг кунад. мо намехоҳем дар Тоҷикистон ҷанг боша. мо намехоҳем ки як ҷавони тоҷик бегуноҳ зиндонӣ шавад. баъде ки бировардан гуфтанд ки ҳеч каса дига зиндон накунед барои лайк. барои лайк миллион нафара дига зиндон шидестай. кӯдакои 18 сола 19 сола зиндон мешаванд. шарм нокарда барои дидани видеоҳои Домлу Суҳроб ки фақат гапи динӣ мезана мебаранд, ай мардум пул кандесан. ҳазрат барои як комментария валлоҳи комментарияш ягон дахл ба ҳукумати Тоҷикистон надорад. ҳеҷ зараре не Шоруха ҳақорат кардай, не Эмомалиро ҳақорат кардай, не Рамазон Раҳимзодаро ҳақорат кардай, не Ятимова. тамоман комментарияш да ҳамин ҳукумати Тоҷикистон кордор нест. кӯдака мебара 6 сол, 5 сол, 10 сол, 12 сол зиндониш мекунанд. ки комментарияш ба номи Аллоҳ ягон рабте ба ҳукумияти Тоҷикистон. ҳадди ақал бугӯй ки хай кадом вазиреро ҳақорат кардай, бурдан зиндониш кардам. ҳеҷ рабте надора ба ҳукумати Тоҷикистон. воқеан дуруст аст. саломат бошед бародар Абдурахмон. аллоҳ ҳифзат кунад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шуморо мардум бафаҳманд. саломат бошед бародар Абдурахмон. хуб бародарони гиромӣ, дар гузоштани лайкотон кӯтоҳӣ накунед. 5454 яъне лоақал дар барнома, яъне ки бирасонемаш то 500, мумкин баъд аз барнома бо ҳамун занҳо худшон лайк кунанд. агар мардакҳо талхакав бошанд, яъне ки мумкин баъд занҳо бигзоранд. 7 + 70. бале. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бале бародар. бале парвардигор бале бародар. интернетат безебай. хуб, бо интернет асос ки хабаркашои амният. бале. салому алейкум. дар бораи ҳами чиё гуфтаниям, дар бораи ҳами одамои хабаркашое ки амният ҳастанд.
одамои оддианда, бисёраш ҳамин бачаҳои оддӣ ҳамкорӣ кардастиянд бо амният. Ма лично ма худам ҳолатеро медонам ки яхел ҳамин рафиқои ма обично як одами грузчики оддиянд, кадом ҳамо ҳамкораш дар амният хабар кашида ки дар телефонаш амри маъруфи ҳоҷи Мирзо дора ва Эшони Нуриддин. Камбағал қапидан 10,000 сомон штрафш карданд. Як камбағале ки оддӣ як грузчика ва қарз карда амн пула маҷбур шид дар муддати кӯтоҳ бур дод, бод дар 4 нисф спискаш монданд. охир ҳамин гуфтанӣ ме паданалат ҳамин Эмомалӣ хайд рафт даҳша ки паданалат 50 сол чи дар ҳамин вазифаи хайд даҳша бара паданалат то ба кай халқа зулм мекунӣ, нон дода наметонӣ, охирон тангаи халқа наги паданалат. Ҳамаш ҳамин сагбачаҳои тан властшон дода ки ҳар кор кардастиянд, хай паданалат бара даҳша охир аз ранг руд безорем то ба кай мотра тоқат кунем, сабр кунем. Паданалат 50 сол дар вазифаи ҳамин сагбачаҳота нахо натони тарбия карда, бо наметонам бо ҳамин хел халқҳои беинсоф ҳастанд ки хати ҳамиё ҳамкорӣ кардастиянд, гражданские одамои оддӣ. Намедонам иёра чӣ хел вай кардагиянд ё айрои вайшон мекунанд ки то што дар амният ягон поддержка пайдо кунанд ё ки чӣ. Тамоман фарқшон намекунӣ як коргари оддӣ ҳамкораш ки биравад дар амният арз кунад ки дар телефониш ҳоҷи Мирзора дора ё Эшони Нуриддина. Барои ҳамин салафӣ гуфта бурдиянд 10,000 сомон штраф. Салафӣ гуфта ки ҳамо одам гӯш кам накарда дар кор, дар телефониш просто ҳавая доштай. Изначально вая гуфтиянд ки короче агар инам срок додиянд, агар инами муддати 2 рӯз нати 50,000 сомон штрафот мешавад. Срок 2 рӯз да срок. Бечора қарз фарз кард дар муддати ҳамон рӯз бурс сума дод ки то што вайша зиёд накунанд штрафша. И паданалату шумо инсоф доре, паданалат хай то ба кайи халқа дон дода наметони, охирон тангаи халқа нагире пад ва ҳамон ҳоҷи Мирзора дар ҳама ҷо гӯш мекунанд. Дар телефони вай барои ҳамин шарт нест ки салафӣ боша гуфта. Шумо дигар рӯи тиҷорати як бизнес кардагиянд ино ира и сагбачаҳо як бизнес и паданалат охи ҳама Эмомтапак инора ҳамашона власт додагия инами ҳар коре хоҳанд кардастиянд. Паданалат Эмомтапак то вообще ҳамин ҳолатҳоро медонӣ, якм ҳолат нестай. Чандин ҳолатҳоро медонам ки ҳами хеле кардастиянд. Аз телефоншон як амри маъруф як чӣ меёванд, салафӣ гуфта 50-60 сомонӣ бурда вайшон доранд. Даже ҳамон гражданские одамо доранд. Аз ҳама ҳамин паданалатиро бо ҳам амниятҳо кардастиянд. Аз ҳама ма дар бораи ваё кам мешунавам МВД. Бисёртар амниятҳо ҳамин кора кардастиянд, ҳамин тиҷорат кардагиянд. Як паданалат ҳамиёро як лаҷон каш охи 50 сол чи дар давлати хай аз ранг руд безорим паданалат хай дахша бира. Худованд ҳафт ҳамо авлоди тортанакта ба ҳафт балои замини осмон бизана. Шумо дигар ҳол надоре то ба кай халқа ба ин рӯз меёре. ягон вазифадор нест, я инсон, я ҷавонай дилш дард мекунад барои ҳамин миллата. ин як бачае ки оддӣ гап задааст, на тухмат дорад, чӣ воқеията гап задааст. баъд ҳамин хоин шид, ин ҳамин воқеияти ҳола гап задааст. баъд бояд хоин боша ҳамин. баъд бояд ҳамира хоин биге. куҷои ҳамин чӣ хиёнат кард ба давлат? куҷои ҳамин хиёнате ба давлатай? барои чӣ шумо тухмат мекунед мардума вақте рост гап мезанад? ҳамин аст вақте ки ҷомеат ба вазъияти бад гирифтор мешавад. саломат бошед додар, воқеан дуруст мегӯяд. аллоҳ ҳифзат кунад. худованд сафи ҷавонон ба монанди шуморо бештар бигардонад. худованд ҳифзтон кунад. боракалло бародар. саломат бошед. хуб, муслим баъд регари. бале муслим. микрофон тагирон ки муслим гап зад. рақами ватсапам бимонӣ. муслим. خب مسلم ریگری. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب است که استاد محمد اقبال صدری. سلامت باشی برادر. بله. چی باید کرد که این رژیم تغییر خیره؟ با سبب تغییر نخوردن این رژیم
انمو بوزایی که هستن که بوزی میکنن همی رسیده میگردن امو رئیسون محله گفته اوجا گفتگین اساسا رئیسون محله رئیسوی جماعتو در ای کارو دست میزنن با انمو ابلوچی و ایکو چی میگن امو خوینو دست میزنن تمامی بعد و دویم شهر وی که گذاشتین تمامی همو تاکسیستو دام از همش دست اساسی رئیسوی محله بعد انمو وینکوموی انمو انسانوی که در همو منطقه هستن که هوایی وگذار کردگین انا هوایی بسیار بزی حیوانن که اینو در همین دنیای هم خور شدگین در آخرت هم خور شدگین انسانی بز خبرکش پروردگار هیچ نمی بخشه اینو هم در قهر جهنم می سوزن اینو نامرد هستن اینو خور شدگین این دنیاشون وای دنیاشون در نزد خدا خور در نزد این ملت هم در نزد این هموطنان هم خور شدگین بعد یک گپی که گفتین شما که مثال همون مقامداروی که کار میکنن اویلاشون یک سخن خوبی گفتین که استاد همون انسانوی که کار میکنن در مقامدارو میتوانند که اینمو اویلوهای هوایی رولوات کنن فهمونن اگر عقل و هوایی هم اندیشه داشته باشند اگر یک فکر کنن میدونن هوایی هم برنامه تماشا میکنن که همین منبری مهاجری و همین مخالفینی که مثال در دیگر دولت ها مخالفی میکنن ضد حکومت دیکتاتوری به نام امام علی چقری لعنت کرده الله که این دشمن دین اسلام است دین ستیز است میخواهد دین از بین بره در تاجیکستان مردم بیسواد کرده همو مقامداروی اویلوش میتونن که اگر که هوایی باز هوایی هم یاد گرفتگی نباشن از همین شوهرشون همو ظلم و مثال حیوانگریه هوایی میتونن که کار کنن که تو که این مقامداروی که در منصب ها استودگیاند ظلم میکنن شورنوکی پس دارن و طرفداری از امام علی میکنن کار میشوه کرده مثال ما باید سبب همه بدبختی همین است که در همین وطنی ما امام علی توانست که مردم اول بیسواد کنه بعد مردم که بیسواد شد بعد بسیاری جوانهایی که در همون درون هستند اوجه مثال عمری من که 36 در آمدم عمری من این حکمرانی داره یک عمری منه آخری جوانو هم مثال بیسواد شدن دیگر نمیدونن کسانی که در درون تاجیکستان که کار میکنن فعالیت میکنن در امنیت و در دیگر ساحه‌هایی که کارکنی ارگان مثال کار میکنن که از وطن بیرون برآمدگی نیستن اینها بسیار چیه نمیدونن از امام علی آگاه نیستن در مفکوره همینها جا کردگی مخالفینه که اینو خائن هستند و اینو قاتل هستند و اینو تروریست هستند و اینو دویشی هستند و خرافاتچی هستند و قور و بلا هستند گفته که در مفکوره اینها جا کردگیان و یا نمیفهمند و یا از ظلم امام علی خبردار نیستند بعد سبب همه بدبختی مردم مثال بزغاله بسیار شدگی همین سبب بدبختی است که حکومت امام علی دیکتاتوری به نام امام علی رحمان حکمرانی داره تا این وقته و ملت بیسواد شدگی برای هوای مثال منطقه به منطقه جدا کرد همه مویا سبب همه بدبختی همین چیزها هست که این حکمرانی داره اون جوانایی که مثال بزی میکنن و یا هیچی نمیفهمند بازی رمو دانشگاهایی که میخونن نبرات سواد خودشون گم میکنن وقتی که من دانشگاه داخل شدم سواد خود گم میکنه برای چی که پورگیری همه پورگیری آدم به سواد میشه خدا الله بزرگ شما حفظ کنه پروردگار که برادر استاد گرامی شما من مفکوره ما وسیع کردین عقل و از چندین کیلومتر عقل من و مفکوره من کشوده شد یک علم آموختم باز شما مثل
بعد همون مقامدارویی که طرفداری از امامعلی میکنند اینا بینن که چیکارتون کردید، به چه حالتون آورده. برای همه ما باید کار باید کنیم. شما دیگر ظلم و ستمی که میکنیم روی این ملت بالاخره شکست میخورین انشالله. اولش پروردگار به امر خدا انشالله شما شکست میخورین. پس در این ملت جدیده که دست شما در بالای مردمی که از یگان چی خبردار نیسته، به هر شکل به هر چیزهای مثال به هر یک لایک یک چیزی اودیه که خبر ندارن مثال دویشی میگن قور لحت و ملوی تماشا گوش نکنه این وای و یا که نمیدونن فکر میکنن که گنده یگون چی بده میگیرین تهمت میکنین و یا میترسن دیگه پول میتین هم خیلی ظلم میکنین. این مردمی که از بالای شما ظلم دیدگی اینو هم مشون پگه جواب میگن. اینو فکر میکنین که مردم شما یا میمونه خصوصشون انشالله با هم خدا همش میگیره. بعد تجارت میگن، تجارت همین تجارت 410 تا گفتین چند قد تجارت دارویی که در ازبکستان رفتن. همین امامعلی خودش مردم به همین وضعیتی بعد گرفتار کرده که مثال که هم بروی رو هم اویله خودش هم عجوج و مجوج که همی که لغت خودگه هم اولادوی خودش که چند هزار تا دماد داره. مردم با وضعیتی بعد گرفتار کرده هم همی که جورات مداروی که سولیم میشوند میزن سرشون میکنه. وضعیت توجیکستان بعد میشه. بعد این حکومت اویلوی مناپولیوی شدگی این امامعلی فقط به منفعت خود شد. اگر که حکومت در حکومت آینده انشالله به امر خدا حکومت آینده که شدن باید دو دهه باید نباشه استاد. همین 4 ساله یک دهه پارلمانتی میگن که مثال شما با سواد هستین میدونین هم خیلی باید یک دهه با اون کسانی که مثال در حکومت میشود نباید نزدیکای خودش در همون در نزد در کورکنوی در کوری بلند باشد. در حکومت آینده اولی که حکومت آینده را که خدا خواهد گرفتیم بعد در اون مسئله حتما باید دولت آینده مردم فکر کنه. سلامت باشید. یک چیز من گم همین امامعلی نصیحت و وصیت مویا نمیفهمه. این خوب صفت لعنت کرده چقری بدخواه این همین کار میکنی همین مزانیش کار میکنی یا طرفش میکنی این نصیحت نمیفهمه. من ایجادیات مگون استاد بعد خیر خس میکنم خیر ایجادیات مگون. خوب بله بیننده عزیز و گرامی در واقعا با لایکای ما 450 اومد تا 421 با تلخکف 30 کس تلخکف بوده است. تلخکف ها با برآمدن یعنی که لایکش را گرفتن برفتن. انا یا قطعی بعد با اکمو باید مبارزه بریم. بعد مادر خواهر زن امی را حمایت کردن در کارای در حالتی که امی بعضیش که میره که فامیلی کمترین بعد که گفت چیکارم کردن بعد میگردیم میگوش خاک دیگه چیکار کنین رحمان رو باید ترام ترید بکنن قهر میکنن مردم. درباره چی؟ برای اینکه میترسن. اینقدر تلخکفانی مردم که دیگه یعنی از الله تا ای رحمانوف میترسن ای یتیموف. خوب در قضیه یتیموف معلومات های گوناگونی به اصلاح رسیده ایستاده است. یتیموف در آلمان دیلشه رفت است برای استند موندن و باور نکرده است در تاجیکستان در شوروی یا اینکه کشورهای پاس شوروی سابق باور نکرده است و بعد از اون یعنی که رفت است به یعنی که دیاگنوز ماندنش در آلمان و رفت است در اسرائیل دیلش استند مونده است یتیموف و پس از اونجا دیل استند موندن برگشته است اومده است در تاجیکستان هست. این یک ورسیه معلوماتی که از امنیتی ها رسیدگی است و ورسیه دیگه همین است که یتیم فای وظیفه گرفتگیان و فعلا نفر دیگر در جاش کار کرده است و باید که یعنی که آهسته اعلان کنن. حاضی همون چند نفرایی که دارد در کمیته امنیت همونا را به شکل باید خوب دور کنن و بعد از اون یعنی اعلانی از وظیفه برکناری یتیم
تا مردم این قضیه را میگیم تا اینکه مردم بفهمند. خوب بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم برنامه ما امروز روزی رمضانی است و خب تا افطار برای ما وقت هست، ولی 3 ساعت تقریبا که برنامه ما ادامه پیدا کرد و امیدواریم انشاءالله باز روزی چهارشنبه خداخواه انجام میتیم و اگر به همین شکل ادامه پیدا کردن بگیرد ممکن است تا 2-3 برنامه دیگر برنامه منبر مهاجر ادامه پیدا کند و بعد از همون باز دیگر به توقف میریم. پس همکاریتون رو با اصلاح شروع کنید. برادران گرامی، واتساپ مشکل دارد، با هر شکل توسط مسنجر، توسط یعنی که تلگرام اصلاح نویسید. همین رقمی که میبینید 337 67 این همین 69 6 یعنی که 783 تلگرام دارد. با تلگرام اصلاح نویسید. آنچه که امکان انجامی اون وجود دارد انشاءالله که باید که سهم خودتان بگذارید. برادرانی که فعلا 50,000 هستند، همون 3 نفر، یکون نفر زیاد نشده است و برادران 25 نفره یعنی که 5 نفر همگی فعلا حالا هستند، از 5 نفر زیاد نشدن. پس بعضش باور کنید حالا فعلا همین چیزی که هست به خاطر آینده کار که باید باشند کار کنیم در معاش ها بخلو رفته ایستند. یعنی واقعا هم چیزی که ما امکانات نداریم دیگر که کارمون انجام بدیم و با همون خاطر نمی با همین دیگر خب بعد دیگر شما میدونید با رحمان و دیگر برنامه‌های غیر یعنی فیلم می شود. با همون خاطر سهمتون بگذارید برادران گرامی تا که بتونیم کارمون انجام بدیم. ما دیدید که بر زیر هیچ شرایط اون قطع نکردیم و تنها مرد بدن در کار. در ماه مبارک رمضان یعنی که آنچه که امکان انجامی خیر دارید انجام بدید. خیر شما در راه درست است، در راه مبارزه بر علیه دیکتاتور و ظالمی دین ستیز رحمان و کمک بر رحمان و با مؤسسه‌های رحمان و با مسجدها هیچ تاثیر ندارد. مسجد کمک میکنه شما خیر در امنیتی میرود، در راههای حرام میرود، هیچ وقت در برای ملت و مردم نمیرود. به همون خاطر آنچه که سهم خودتان است در کارهای خیر خوب بگذارید تا اینکه بتونیم کارمون پیش برود. باور کنید از 5,000 میگفتیم یعنی که همین دیروز حساب کامل کردیم از 5,000 یعنی که 400 هم حتی بالا میگذرد. الله شاهد است خیلی مصرفمون زیاد است در مسئله یعنی که برنامه ها را انجام دادن. الله برکت. بعضی برادرانی که یعنی که چند نفر معاش به عهده دارن که اونها کارشون انجام میتن، اگر اونها نباشن که تماما دیگر به یک وضعیت خیلی بد گرفتار میشیم. یعنی که خودتون سهم خودتون بگذارید در یعنی انجام کاری که باید ما و شما انجام بدیم تا اینکه با منفعت این ملت مردم انشاءالله کارهای را انجام بدیم. یگانه راه ما و شما استواری و استقامت است و تاثیر خودتون در تلگرام نویسید، در واتساپ نویسید. راه شخصی که میخواهد کار انجام دهد راه زیاد است. خب بله برادر 7+70 خودت گپ نزنی وضعیت نمیشه. گپ زکی آواز مبارک بشنویم. بله برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشد برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال برای دروغگویی، برای شیطونی تا اون این سمیه هست کو تا اون این سمیه هست این شیطونی کو ایتالستان گم نمیشوه تا اون این سمیه هست برادر محمد اقبال. بله برادر محمد اقبال برای بیزنسمن‌ها میگوی، برای بیزنسمن‌ها میگوی یا این سمیه پلی پختای زنکا را نمیتیا، پلی پختای زنکا را نمیتیا با یا بیزنسمن‌ها را میمونن با بیزنس زنی برادر محمد اقبال. یا چه برادر محمد اقبال یا بیزنسمن همجا فایرات کن بردن دایوان یا فیرما هوی کن همه چیزشا ایران آورد، همه چیزشا ایران آورد، راستش کرد، تیارش کرد، به براوردن اکو صاحب جا گریز موندن بگریز که ترما میشه. این سمیه خیلی سمیه برادر محمد اقبال. بله 100% برادر گرامی. یا حیات رحمانوف یا حیات 34 سال شد عقیب نهضت گشته زد. این نهضت خیلی نهضت تروریسته چیه این رحمانوف هم نفهمیدم. این ملت اکو ده تقسیم کاگی در پیش رحمانوف کو
نه چوپلوس قدر داره نه مبارز ویغه زمین سمیه خچو با خدا خواستم برادر محمد اقبال یا مش نشیم کو یا مش نشیم او در رژیم رحمانوف مردکان و کشته سن در رژیم اگر رستمش بیاید کو زنکشی سر می شود برادر محمد اقبال. درسته 100% شیرنر این برادر ما واقعا مبارزی پیش الله حفظت کنه شیرنر بارک الله زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. بارک الله برادر بارک الله. خب واتساپ بله واتساپ. السلام علیکم و رحمت علیکم السلام الله و و رحمت برکاته. بله برادر استاد امیدوارم خوب هستین. سلامت باشی برادر. بار اول زنگ میزنم استاد کمتر در هیجان هستیم. انا همین در مسئله همین امام خطیبای شهر وحدت گفتنی داشتم. بهترین گوزه همین امام خطیب همین شهر وحدت میشیند و میخیزد همینا همین قدر چوپلوس هسته که اکن علمای گپ زدن کم ترک با فکر من اون قدر جایز نیست. کدومش پیرکره میگوی پیرکره میگوی کدومش میگوی پیرکرم یعنی که با بعد نوای یک تای دیگه کلیچکا معلم هست امام خطیبی استانسا همین میشیند وای خودش آدمی همین امنیت بود است اما میشیند میخیزد مردم رو اگرایت بکند میگوید که ما کامیرا میبینیم خیلی میکنیم شما خیلی میکنیم فقط همین تحقیر داگه پاش تهدید داگه دیگه اینو تهدید میکنه مردم ولی اینو معلوم است. بله همین صبر کاسمون همون خب پردش لگی که همینو نمیدونم با کدام اندازه این وقت سخنگویی کنیم در همین در منبر رسول الله پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط نام همین امام تقوا که کسب رو میگیرد ما خسته شدیم از این انشاءالله که روزی پیروزی نزدیک است برادر گرامی پیروزی نزدیک است نفهمم ما هازی در گپ همین برادر سلامت باشی برادر اکا همو رحمت الله لقای میمونیم پاکستان افغانستان آزاد است این هر روز الله اکبر میگه هر سلام میگه هر روز الله میگه یا قرآن برای کی اونش اینش هم رهبری به عقل نصیب نکنه نه عقل ندارن و اما خلق خودش جمع کرده بیتواند اکا بیا رحمان رو خلقش جمع کرده گیه آرام تو بیتواند خیلی اون برایشون یعنی آدم نیست اونجا در پاکستان افغانستان همه جاقلن من با عقل من بشارم ما بطر برای این از دست 50 فروش ما ده همانی آفت آمده بود دوانو پندسته اینوز درینگ نپره با درینگ نپره اینجا چی؟ درینگ نپره ما ده همانی آفت آمده بود دوانو پندسته اینوز درینگ نپره با بول صدر خواه آمده بول صدر خواه یک خوتی که دیگرش کبیری همش دروغه ما دروغ میگیم ما خدمتگار جهودا بوده هستیم نه چشماتون هوی کنیم ینده چشمتا هوی کنی کلان هم تا تماشا کنی که ما خدمتگار یهودیم خدا جان تماس کنه احمق آخی نمیره چی میگوی دیگه آخی ترک خونه سوخته آخی گفتی گپا زینا و جنایتا تا بگم اگر کو باور کد شرمنده میشه مولای پرسته من نمیفرم مولا را هر گپ بگم بخدا تحقیر بس که کی بعد میدونی تو بز بودن 100% الله شاهد بزی پیشی مولوی گفتی گپا ای خدا بترس گپای خطا بزا بگرد بار دیگر گفته اسمت گپای خطا بگو بگرد که شرمنده ای دنیا قیامت میشه از این نوعی کردگید بزیوی کردگید همش در دست ما هست ما یعنی که هم خاکی ملا را کوشش میکنیم که اگه گپ گندنه که آخه تو ملا نیستی آخه تو یا پدخلیم چاپلوسی خاکی گویا که همه مردم دنیا رحمان و گویا مردم جمع کس در تاجیکستان آورده است که
یا که پیشوای ملت چه آدم خوبه 3 میلیون 4 میلیون تاجیک مهاجر گرفتگی ای وطن بیرون کیرا جمع کس پدن علت کیرا جمع کس رحمانوف خدا هدایتت کنه رود سیاه بخچه مولوی میگه شکم دم که اگه قوری صغیره آره ولی خونه سوخته در قپی میلاد میخری با خدا قسم در قپی میلاد میخری یک تایید در سرت میکشن قطعی زور تیک نگاه که بعد دیگه زورکنی گریات فایده نداره ینده نفهمیدم من گفتن همین لقای خودت میکشن طرف پدن علت فراموش نکن هر یا شرینری لقای مبارز داریم بازید رحمانوف کی ترا تاجیکان همین لقایو میکشن لعنتی خوب دقت رحمت الله یعنی که خوتیک تی با ما چی بدستیم ما خرب دستیم کبیری خوتیک بدست تا گفت زدن شو حتی دیگه نمیدونه چی بگه وای محمد اقبال خوتیک کبیری خرب این آخر اگه ما برای را خوتیک شدیم با ما خدمتگاری جهود بدستیم اگه خودش گویا که خدمتگار رحمانوف خدا ای جهودو گنده ای جهود کو بازید مردم دیگه جنگ کرده است نه که رحمانوف بازید ملت خودش مبارزه برده است دکورا جهودو مردمش راضی ان که جنگ کرده استن چیکار کرده استن ولی دکورا رحمانوف ملت خودمون راضی است خوب دقت که لقای که هم مردم هم مبارزه لقای تر مناجق میکنن ایزور تیک در دستر میکشن یک تای برک تا میگیرن آخی صورتا و احوال تر من دارم باور که یک دهشتی تو آخی با هم بخاطر یه ایزو میکشم که ابزنه برای بیو بخدا قسم مولوی رحمت الله بو یک خداوند عاقبتش بخیر کنه اینه جه باید معلومات دیگه همین ملای لقای همسایتونه خب خسرش ایکوشه عبدالله ملا ایساق گفتنی یک حرام خره ای خودش حرام خره گفتی گفت دیگه چی بگم یاره چیزی داره همین خوتیکا بنویسه خاک ما خبرنامه کردنی نیستیم داریم دزدیا و بزیا و شیطانگری و لعنتگری و یاره یک آقای ایزو میکشیم بخدا همین دیگه نمیدونیم که چی بگیم دیگه اینو را ولی درباره بزا هر چیزی که میدونید نویسید رحم نخرید فکر نکنید که اون خشتبارتون نزدیکاتون بز خشتباری و نزدیکی نداره هر چیزی که میدونید برای بزا روان کنید ان شاء الله تا اینکه ملت چهره های اصلیش رو بشناسه و حتما این تغییرات به وجود می آید ان شاء الله که اینا در قپی این ملت میخرن و این ملت ان شاء الله که خونش رو روشن میکنه در قضیه اینها با عدالتونه بدون عدالت نه خب 445 نفر شیر نر ان شاء الله که لایکاش نگذاشتن برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید در تماس گرفتن با اصلاح و همراه بودن با اصلاح فراموش نکنید خبر میکنم این امروز 96 ممکن 97 98 99 یعنی که تو 400 امکانی انجام تو میانه ماه یعنی امکانی انجام کارهامون نداریم و پس از اون یعنی که با مشکلات جدی تر می شود و همون خاطر برادرانی که امکانی همکاری دارید همکاریتون ان شاء الله که بیشتر و بیشتر انجام دادن بگیرید. خب در این روزی مبارک و در این روزی ماه مبارک رمضان که قبل از افطار از دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی تمام عبادات و عملکردهای ما و شما را به درگاهش قبول بکنه. الله سبحانه و تعالی با مادران و همسران امنیتی و همسران بزان یعنی شجاعت بتیه تا اینکه دستی شوهر دستی برادر و دستی نزدیکش بگیرد تا اینکه از بزی و از ظلم ملت آنها را باز بدارند و خداوند عزت و شرف به این ملت بار دیگر نصیب روزی بگرداند و خداوند به علمای این ملت استقامت و صبر و استواری را در مقابل این ظالمی بدبخت رحمانوف یعنی استقامت انجام بدهند. خداوند پیروزی را برای ما هر چیز زودتر نصیب بگرداند و آن چیزی که برای ما مستحق آن هستیم الله برای ما حق حلال خودمون بتین و خداوند همه آن ظالمانی که ظلم میکنن و کیفر اعمالشون برسان و تمام زندانیان بیگناه این ملت از زندانهای منحوس رحمانوف آزاد بگردان و خداوند با مادر و زن این ملت صبر استقامت در مقابل این همه ظلم هایی که به نزدیکانشان میکند خداوند عنایت بفرما. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.